تماشابینان محترم، هر هفته روزی جمعه ساعت 18 به وقت دوشنبه برنامه آنلاینی سوال و جواب با حقوقدان تاجیک جمشید یاروف برگزار می گردد. شما بیننده عزیز می توانید تا این مدت به ما طریق پچته الکترونی buzurgmehrfound@gmail.com یا در چت خصوصی فیسبوک بنیاد بزرگمهر سوالهای خود را روان کنید. اینچنین می توانید در برنامه شرکت کرده توسط واتساپ، وایبر مستقیما زنگ زده سوالهای خود را پیشنهاد کنید. رقم برای تماس 48 791 150 277. Ignorare legis est lata culpa. ندانستن قانون این اشتباهی بزرگ است. سلام علیکم تماشابینان محترم. این برنامه نوبتی ما هست، چون همیشه روزی جمعه ما در همین وقت بعضی از سوال و مراجعات شما پاسخ میگیم. در این حال میخواستیم فقط در یک موضوعی که جامعه تاجیکستان رو و میتونیم هم بگیم که جامعه جهانی رو هم به تشویش آورده است و شما البته درباره خبر دارید، درباره موبیلیزاسیون، یعنی سفربری نسبی هم گوییم میشود از طرف پرزیدنت روسیه اعلام کرده شده و اون چی وابستگی به مهاجران مهنتی تاجیک دارن، به شهروندان تاجیکستان دارن صحبت کنیم. این حال از دو قسم برنامه ما عبارت می شود. یکم قسم ما درباره ماهیت همین دعوت، درباره کاتگوری شهروندانی که طبق همین قرار و فرمان قبول کرده ولادیمیر پوتین باید یا اینکه اختیاراً در صف قوای مسلح روسیه همراه شوند، درباره این صحبت میکنیم. درباره دعوت‌های بعضی مقامداران روسیه چی از دپوتات سر کرده تا ملا و مفتی که چگونه بها میدهند، چه خیلی طرفداری میکنند دعوت شدن رو به قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، درباره واکنش مقامات قدرتی، مقامات دولتی دولت‌های آسیای مرکزی به این اظهارات روسیه گفته میگذاریم. همچنین کوشش میکنیم که کمی بیش هم باشد تفسیری دو ماده کودکس جنایتی، ماده 401 و ماده 401 علاوه 1 رو به شما گفتیم کوتاه، برای که در کانال یوتیوبی ما مخصوصا برنامه هست تفسیر ماده 401 و ماده 401 علاوه 1، یعنی زرخریدی، اینکه فهموتر اگر نیامنی چیست زرخریدی و جلب یا اشتراک در واحدها قواهای مسلح، ضربه‌خوردهای مسلح دیگر دولت‌ها از جانب شهروندان جمهوری تاجیکستان. درباره این گفته می‌گذاریم و قسم دوم برنامه ما عبارت میباشد از پاسخ و سوال‌های شما وابسته به همین موبیلیزاسیون. اینک خیلی که دوستان عزیز شما میدونید علاقه 21 سپتامبر همین سال پوتین موبیلیزاسیون یا که همون سفربری تقریبا 300,000 آدم رو برای خدمت در ارتش روسیه اعلام کرد. این چی معنی دارد؟ این معنی ویرانه ندارد که فقط خدمتچی حربی لازم است. این معنی اون را دارد که کسی که به موبیلیزاسیون شامل میگردد، کسی رو که سفربر میکنند، چی با پایسکت، چی با فریب، چی با فند، یا که در کوچه ها میکپند، یا با تهدیدهای گوناگون که پیوسته دخل دارد به مهاجران مهنتی ما، آنها رو راست به اوکراین برای جنگ اشتراک در جنگ میفرستند. هرچند که روسیه میگوید که این جنگ نیست، این چیز میگن با توجه سپیس اپراتسیا، همون کدام حرکت و چوربینی مخصوص یا که یک امان یا اینکه سپیتسناز یکون عملیات مخصوص رو برده ایستاده است، اون عملیات مخصوص میگن. ولی یکون عملیات مخصوص و موبیلیزاسیون قسمان هم اعلام کرده نمیشه. یکمش که این موبیلیزاسیون قسمان و این شماره که 300,000 نفر گفته وزیر مدافع
شویگو گفت من 100% به این باوری ندارم. در یکم دوره ممکن 300,000 باز دوره دیگه 300,000 باز همین خیلی دوام دادن میگیره. باید دقت کرد دوستان گرامی و دقتی به نهایت مخصوص شما رو من شهروندان جمهوری تاجیکستانی هایی که در روسیه هستید با اون جلب میکنم که دقت کنید. سیاست پیشگرفته اون دولت روسیه اون رو نشان میدهد که محض ساکنان اهالی که غیر روس گویا هست باید وی بیشتر در چنین محاربه ها جنگ های بی معنی اشتراک کند و این یک چیز منطقی هست که تلفات نیست باید یکم اونها بینن. برای همین ما این حال از جهت حقوقی چنین دعوت رو معنی داد میکنیم و عاقبت های اشتراک در همین مبارزه ها و جنگ های سیاسی و گیوپولیتیکی به شما گفته میگذاریم. اینک در فدراسیون روسیه 3 گروه تاجیکستانیان هستند. 3 گروه تاجیکستانیان. یکم گروه این شخصانی میباشند که شهروندی تاجیکستان رو دارند. دوم شهروندانی میباشند که دو شهروندی میباشند، یعنی که هم شهروندی فدراسیون روسیه و هم شهروندی تاجیکستان رو دارند. و سوم گروه این همان شخصانی هستند که فقط شهروندی روسیه رو دارند. با کدام راه و واسطه و با چی سبب‌هایی نباشد آنها فقط شهروندی روسیه هستند. و دعوت پوتین، دعوت شایگو منم اینقدر اگیتاسیون اشتراک در جنگ در محاربه ها و منفعت روسیه 3 خیل می شود با 3 خیل تاثیر دارد، 3 خیل عاقبت دارد به همین 3 گروه شهروندان و شهروندان تاجیکستان و شخصان دو شهروندی و شهروندان روسیه که تاجیک هستند و تاجیکستانی هستند و زاده تاجیکستان هستند. یکم میخواستم از کاتگوری سیوم سر کنم از شهروندان روسیه، از آن تاجیکستانیانی که علاقه شهروندی روسیه هستند و با آنها چی عاقبت دارد دعوت چنین موبیلیزاسیون. یکم آن رو میگویم که از بس که آنها شهروندی روسیه هستند و در نزد قانون‌های فدراسیون روسیه، در نزد حکومت روسیه وظیفه‌های خود رو نیز دارند. نه فقط آزادی دارند، حقوق دارند، بلکه وظیفه هم دارند. وقتی که دولتشون آنها رو دعوت میکند و این تاجیکستانیان علاقه شهروندی روسیه رو دارند، آنها باید حتما با مقامات دعوت حربی، کمیساریات‌های حربی و قسم‌های نظامی رفته، البته که به کجایی که آنها رو نمیفرستند رفته خدمت حربی خود رو ادا کنند. چی کار میتوانند کردن اون شخصانی که نمیخواهند در چنین عملیات اشتراک کنند؟ یکم البته آنها میتوانند گریزند، میتوانند خودشون رو با یگان نمود کسلی اندازند یا اینکه میتوانند یگان جراحت به خودشون بیارند که در رفتی تفتیشات، در رفتی تفتیش همین حادثه که به کدام سبب شهروند روسیه نوبسته از آن که تاجیک است، قرقیز است، روس است، تاتار است، چی ملتی نباشد تفتیش کرده می شود و با او در صورت اثبات کردنی که او برقصدانه سرکشی کرده است از خدمت حربی ممکن است که جوابداری جنایتی تا 10 سال پیش بینی کرده شود. همچنین باز گفته می شود و این را من در دوام برنامه مخصوص و دقت‌تر بسیارتر گپ میزنیم. پیشنهادی هم شده است که و من فکر میکنم که چون پیشنهاد قبول هم میشود، پیشنهادی هم شده است که اگر شهروند روسیه از دعوت کمیساریات حربی، از اشتراک در چاره‌بینی‌های حربی روسیه خصوص در اینجا در نظر داشته میشود از اشتراک در جنگ در اوکراین سرکشی کند، او را بغیر از آنی که جزای جنایتی پیش بینی است از شهروندی محروم میکنند و همچنین از شهروندی تمام خشتواری او رو که در فدراسیون روسیه است باید محروم کنند. این چی معنی دارد؟ به کدام درجه این درست است؟ به کدام درجه چی به قانونگذاری روسیه به قانونگذاری بین المللی درست می باشد؟ ما در قسمت الهیده برنامه گپ میزنیم.
این درباره شهروندانی بود که شهروندان روسی هستند، تاجیکانی که شهروند روسی هستند. شما وظیفه دارید چون که این دولت شما حساب میشود با فرمان او گوش کنید. دویم کاتگوری این شهروندان تاجیکستان هستند. من در همین جا قسم بیشتری مهاجران مهنتی ما میخواستم دقت کنید. شهروندان تاجیکستان شما وظیفه‌دار نیستید برای یگان دولت بغیر از دولت خودتان جان خود را سپارید، منفعت‌های دیگر دولت رو پشتیبانی کنید. چخیلی که گفتیم برنامه مخصوص ما داریم و آن سیلکه شما در اپیسانی همین برنامه هم میمونیم که شما میتوانید شناس شوید با دو ماده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. اگر شما اشتراک کنید در چنین معرکه‌های غیر قانونی فدراسیون روسیه در صف‌های قوای مسلح آنها وارد شوید، در جنگ و نبردها اشتراک کنید و حتی اگر هم در جنگ و نبرد هم اشتراک نکنید، حتی شما اگر در یک قسم نظامی نمیدونم در بیکال هم باشید و فراش باشید، آشپز هم باشید، در تاجیکستان نسبت شما ممکن است با دو ماده کدکس جنایتی ماده 401 و ماده 401 علاوه 1 پرونده جنایتی آغاز کرده شود و در آنجا از همه جزای بلندترین از 12 تا 20 سال است. نوبسته از آنه که شما در کجا هستید، با کدام کار مشغول هستید، اوکراین صبح در اوکراینس میکشید شما یا که شهروند دیگر رو یا که در زوایکالیا کارتوشکا توزیع میکنید. این یگان فرق در نزد قانونگذاری تاجیکستان نداره. برای همین دقت کنید حیات خود رو بر خطر نمانید. برای منفعت‌های دولت دیگر شده شرط نیست که جان خودتون رو از دست دهید یا اینکه سلامتی خودتون رو از دست دهید. یگان کس هم شما رو حقوق مجبور کردن نیز ندارد که اومده در ارتش روسیه خدمت کنید. البته خبر رسید که در نزد همون مرکزی مهاجران در صخره علاقه یک گروه موبیلی یا اینکه چیز مقامات روسیه جلب کرده است و میخواهد که با تشویق کردن و صف شدن به صف قوای مسلح روسیه در آمدن مهاجران مهنتی کار کند مساعدت کند. با این فریفته داده نشوید. باور کنید این یگانه راه به راهی یا مرگ است، به راهی معیوب شدن است، این راه خوبش است معیوب شدن، یا اینکه این راه به جنایتکار شدن است در تاجیکستان. دقت کنید. و البته که با پورتر من درباره این با گپ میزنم. و کاتگوری سوم شهروندان ما که در روسیه هستند این شخصان میباشند که دو شهروندی دارند، یعنی که هم شهروندی روسیه هستند و هم شهروندی تاجیکستان. البته که اگر اونها در جمهوری تاجیکستان باشند اونها میتوانند که سرکشی کنند از اشتراک در همین معرکه‌های حربی، در اشتراک پیوست شدن با قوای مسلح یا اینکه جنگ کردن. اگر شهروند در فدراسیون روسیه باشد طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، طبق قانونگذاری روسیه، طبق اون شرطنامه‌ای که 7 سپتامبر 1995 سازشنامه اویدی مسائل دو شهروندی بین روسیه و تاجیکستان اونها وظیفه دار هستند که در ارتش همون دولتی که شهروندشون اونها میباشند جلب شوند، اشتراک کنند و سهم خود رو در جنگ و جدال و چیزی که هست گذارند. برای اونها یگان جوابداری جنایتی در تاجیکستان دیده نمیشود، چون که در قسمت شهروند روسیه بودن اونها وظیفه کنستیتوسیونی خود را اجرا میکنند، وظیفه کنستیتوسیونی خود را از جهت روسیه بودن. اگر فکری من رو گیرید برای من عموما نامعلوم است، نافهمو است. من این رو غیر منطقی میدونم که یک آدم دو شهروندی داشته باشد. برای همین یک مثال ما میگیریم یگان حادثه رخ میدهد که منفعت های روسیه و منفعت های تاجیکستان بر ضد یکدیگر میشوند. در این حالت چی رفتار باید کند انسان، چی کردار کند باید انسان عموما معلوم نیست.
البته که یک چیز میتوانست که با ما و شما یاردم کنه. و من این حال یک سوال داشتم، یک مراجعه داشتم به تمامی تماشابینان، علال خصوص به همان شخصانی که دو شهروندی روسیه و روسیه و تاجیکستان رو دارن. وقتی که شما دو شهروندی گرفتید، آیا شما با متن همین سازشنامه اوید دو شهروندگی رو تاجیکستان و روسیه رو دیدید یا که ندیدید؟ چون که ما فقط در شبکه‌های اینترنتی فقط نامش رو دیدیم، چی در صحیفه‌های تاجیکی چی در صحیفه‌های روسی، یگان چیز نیست. فقط در روسیه قانون هست، از 1996 سال قانون هست و اون قانون هم دو خط است که ما تصدیق میکنیم سازشنامه را. من ببینید در اکران شما میبینید سازشنامه بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه درباره ترتیب بودجه شهروندان جمهوری تاجیکستان در قانون فدراسیون روسیه و غیره و غیره. یک بار دیگر دوستان نشان دادم، یک بار دیگر ببینید این سایت مرکز ملی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان است. این حال چنین سایت باز در در سایت رسمی وزارت کارهای خارجی هست. چنین سازشنامه ها باید در شبکه ها باشند، در دسترسی عموم باشند، ولی ما نمیتونیم یافته، یگان کس نمیتوند یافته. دیدید صحیفه خالی صفحه یگان چیز نیست، نامی سازشنامه هست، خودی سازشنامه نیست. من اونجا سه تا کنوپکای حرف آ هست، یعنی که اگر شما اون رو زیر کنید کامپیوتر شما با همون ثبت کرده گرفته میشود قانون، اون رو میخونید، تحلیل میکنید و در برنامه‌تون یکی از به سوالاش با جواب میدید. نه که خالی نیست. من همین هست به فکر من چیز میگن سیفراویزاسیون یا اینکه پیشرفتی تاجیکستان دقت یگان کس نمیکند، یگان کس نگاه هم نمیکند. و تکلیف من همین بود که دوستان عزیز، شهروندانی آدمانی که دو شهروندی داره یا اینکه کسی عموما هم میدوند همین متن سازشنامه وادی دو شهروندگی برای شهروندان روسیه و تاجیکستان کسی دارد التماس با ما پیشنهاد کنید تا اینکه ما شناس شویم، تا اینکه اون رو ما در سایت رسمی خود، سایت رسمی تشکیلات ما بزرگمهر فاندیشن پاهم کنیم و مردم بین از خونه که در کدام حالت چی عاقبت ها اون رو انتظار است. میگذاریم با یکی از اون موضوعی که گفتنی هستم. از کارگردان خواهش میکردم که با ما یک معلومات دهد. من بگم بله، ما یک نفر رو دعوت کردیم به برنامه همون. خواهش میکردم اکوی محمد سعید ریزایی رو همراه کنند کارگردانی ما. السلام علیکم اکوی محمد سعید. علیکم سلام و رحمت الله. صدای من میآید؟ بله صداتون فهمیدم. من همون سوالی که تیار کردم مخصوص برای شما همچون علم دین، چون که ببینید خیلی که من گفتم 21 سپتامبر پوتین گفت که دعوت میکنیم آدم با ما لازم است، واکنش ها در روسیه شد، ما خیلی میبینیم ببینید نرخ چیپتا چقدر گرم شد، سرحد روسیه و قزاقستان و دیگر پر از ماشین همه فرار کرده ایستاده است، کسی خدمت هم نمیکند اونجا. به هم شهروندان روسیه چی طبیعت دینیشان یگان رول نمیبازد. ولی هم 22 سپتامبر یک روز پس همان اظهارات پوتین در یک جلسه و کنفرانس بین الخلقی در روسیه مفتی روسیه طلعت تاجیدین چنین گفته است، من همین آدمی سلاسبز گفته است که کوتاه میگم من 100% دستگیری میکنم چنین سفربری رو و اگر کسی از این کار یعنی که از دعوت سرفرمانده قوای مسلح روسیه سرکشی میکند، این دعوتش به مسلمانان است، گویا بر ضد خدا هست و گویا که کافر میشود. آیا سوال من همین است، آیا از نگاه شریعت همین گفته اکای طلعت تاجیدین درست است یا که نه؟ وقتی که آدم مسلمان میدوند که
جنگ ناعادلانه است، در اون طرف هم مسلمانی است که وطن خود را حمایت میکند. من مسلمان از روسیه رفته به خانه او هجوم میکنم، وقتی که میداند که به خانه او کسی هجوم نکرده است و او باید طبق قانونهای دین، طبق شریعت وظیفه‌دار است خودش را، زن و کودک و اولادش را حمایت کند. در اینجا او رو میگن که اگر تو به جنگ نروی تو کافر هستی. از جهت دینی همچون کارشناسی مسائل دینی شما چی گفته میتونید؟ تو چی درجه توقی هستم این گپی طلقت تاجدین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باز یک بار دیگر سلام خود را عرض میکنم به شما و به بینندگان شما و هموطنان عزیزمان در داخل کشور و بیرون از کشور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد از اینکه شما همچون یک تاریخ‌شناس و مجری این برنامه در نسبت کشورمون، شهروندهامون مخصوصا فکر میکنید و وقتی عزیزتون از صرفی چنین برنامه های میکنید که اگر میشود از این راه برای هموطنان عزیزمون یک کمک بکنید، تشکر زیاد میکنم. خب البته در رابطه به موضوعی که شما حالا سوال دادید، من چنین گفتنیم. قبل از همه من بخشش میخواهم که من در راه هستم. اگر یک جای آرام‌تر میشد همچنین میتوانستم که با سیما هم در برنامه شما اشتراک کنم. حالا تنها از راهی اودیویی از صدا با شما همراه هستم و وقت را صرف کرده، وقت را غنیمت شمرده به موضوع داخل می شوم. بله، قبل از همه من به هموطنان عزیزم که اونها مهاجرین کاری هستند یا اینکه چه مهاجرین سیاسی هستند یا اینکه کسانی که به سببهای کشور را ترک کردن و در دیگر کشورها شهروندی به دست آوردن به خاطر اینکه در اونجا آسوده تر باشن، خب زندگی خوب داشته باشن، که آنها گرفتار چنین یک مشکلاتی هستند. البته این مشکلاتی که به سر هموطنان ما آمده است از وابستگی کلان به رهبرهای سیاسی کشور دارد. اگر رهبرهای سیاسی کشور ما کسانی میبینن که واقعا هم به کشور، به ملت و مردم شد دلشوم سوخت، هم در داخل کشور و هم بیرون از کشور، با این حد شهروندهای ما، برادرهای ما، خواهرهای ما، همشهریهای ما در آزار و اذیت و در مشکلات نمیبودن. خب دیگر من هم از این برنامه شما همراهی خود با اونها ابراز می‌دارم که من در این مصیبتی که اونها بالاش اومده است ما هم شریک هستیم و ما هم آزار و الم می‌بینیم. حالا درست است که روسیه یک کشوری که بیشترین مهاجرین ما، مردم ما در اونجا هستند و بگیم قوت لایموت خود را یا اینکه لقمه حلال خود را با مهنت‌های سنگین به دست میارند و این کاری که اخیراً بین روسیه و اوکراین شده است واقعا هم یک مشکلاتی زیاد شده است که بالای مشکلاتی همشهری‌های ما، هموطن‌های ما افزون شده است، یعنی زیاد شده است. خب حالا آن چیزی را که در نسبت حقوقی بود، هم از لحاظ حقوق روسیه و هم از قانونگذاری تاجیکستان شما ابراز نمودید که این کار، یعنی اشتراک کردن در چنین حالت‌ها خب چگونه جزا دارد و تا کجا اون اجازت داده شده است یا اینکه اجازه نداده شده است. من همچون یک شخصی متخصصی دینی یا اینکه یک داملا در رابطه با این مسئله چنین گفتنی هستم. بله، البته اسلام دینی است که برای مردم، برای آسودگی مردم اومده است. اسلام برای مردم و برای دفاع، برای حمایت آبرو کشور و حمایت جان، مال
برای اینها هم قانون برای انسان ها گذاشته است که در حالت ضروری از اون استفاده شود و از خود، از کشور، از ناموس، از جان، از مال، از اینها محافظت شود. اما امروز متاسفانه در کشورهایی که مسلمانی هستند و اکثریت با این یعنی اعتقاد درست دارن مردم به اسلام، به خدا، و این را یک عمل میدونن و این را یک ذخیره برای آخرت میدونن، سیاستمدارا یا اینکه حکومتدارها از این سادگی اونها، از این اعتقاد درستی اونها دارن استفاده نادرست میکنن، استفاده بد میکنن. بنابر همین من خطاب به هموطنهای خودم، همشهریهای خودمون میگویم که باید که همان گونه که برای زندگیشو اونها تلاش میکنن، برای آخرتشون، برای عقیدهشون، برای دینشون، برای شخصی خودشون هم باید اونها زیرکانه، بسیار عاقلانه، با تدبیر باید فکر بکنن. یعنی هر چیزی را که فتوا داده شد، هر چیزی را که امر کرده شد که این وابسته به دین است، به آخرت است، به جنت است یا اینکه به دوزخ است، اون را قبول نداشته باشن. باید از مرجع‌های درست، از سرچشمه‌های درست، از علما و از دانشمندان با انصاف این فتواها را بگیرن. امروز در کشور ما به سبب مشکلات زیاده که برای علمای دین آمده است و آنها ترک دیار و وطن شو کردن و کسانش هم که اونها نمیتوانند که حقیقت را ابراز بدارن، هر شخصها، هر کسی که اون نمیدونه که او ساحر است، اون تاجر است، نمیدونه که او کدام کارمندی، کدام مغازین بود، مغازه بود، یا اینکه کارمندای در کدام ساحه گوناگون بود، امروز او داملا شده است و فتوا میدهد و خب به هر چیز مردم را دعوت میکند، به گمراهی، به هر راه برده ایستاده است. همچنین است این حالت هایی که به سر مردم میآید، خب فتوا در این باره یا اینکه خب امر کردن به این باره یک چیزی شده است که از احساسات دینی مردم استفاده میبرند و اونها را از قیامت و از جنت و از دوزخ و از اینها یا به امید میکنن یا اینکه میترسونن به این راه ها میبرند. بنابر همین بسیار باید که مسلمان هموطنهای ما مخصوصا در این باره بسیار احتیاط کنن، بسیار زیرک باشن و فتوا را و دلیل را از علمای دینی با انصاف و کسانی که واقعا هم از سنت پیغمبر، از کتاب خداوند فتوا میدهند و از مذهب فتوا میدهند از اونها بگیرن. بنابر همین من گفتنی هستم. حالا شما درست قید کردید که مسئله مثلا که هجوم کردن بر یک کشور دیگر هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ شرعی این معنی است. تجاوز کردن به یک کشور معنی است. به یک کشور تجاوز کنی، هجوم ببری به اونجا، باز فتوا براری، باز مفتیات یا نمیدونم یا اینکه شخصان دینی تو باز فتوا برارن که اگر کسی که نمی رود به جهاد اون کافر می شود یا اینکه اون کس از شریعت محمدی برآمده است. بیاید خوب به این کار دقت بکنیم برادران. حالا همین طلعت تاج الدین، حالا من فکر نمیکنم که اون مفتی یا اینکه رئیس دوم باشد، رئیس همون چی میگنش دخاون اپراولین مسلمان روسیه باشد. حالا نمیدونم گینیدین کی است، شاید اون کس باشد مفتی. در یکی از کنفرانس مفتی روسیه نوشتگی بود. بله بگذار، در یکی از کنفرانس ها چنین یگان فتوای ردا است. این اصلا برای فتوا من هم در اینجا دخالت کردنی نیستم که من فتوا بدهم، زیرا که برای فتوا دادن ظرفیت زمانی و مکانی من باید در اونجا باشم و این فتوا را بدهم. اما آن چیزی که من میخواهم به این کار سبکی بیاندازم این است، همین است که خب گفتیم که یعنی تجاوز کردن بر یک کشور از لحاظ شرعی معنی است، از لحاظ انسانی معنی است، قانون‌های بین المللی، قانون‌های جهانی، همه اینها این کار را معنی میکنن و باز علاوه بر این باز مسلمان‌ها را دعوت کردن که شما در این ظلم، در این تجاوز شما اشتراک بکنید. من همین قدر گفتنی هستم که این جز یک ظلم، جز یک استفاده بردن از احساسات دینی مسلمان‌ها دیگر چیزی نیست.
و این فتوا به هیچ وجه به اون مثلا که مقام بلند جهاد یا اینکه دفاع کردن از کشور، از آبرو، از ناموس، از اینها هیچ به این ارتباط ندارد. بنابر همین هموطنهای ما باید خوب دقت بکنن که این فتوا هیچ به مسائل دینی ارتباط ندارد، هیچ به مسائل دفاع از کشور، از ناموس، از آبرو، از دین، از اینها هیچ ارتباطی ندارد. این فتوا نیست، تنها این یک نظری است که خودش در رابطه با نمیدونم به کدام اساس این را برآوردن. ما این را حالا ما روسیه جنگ دارد یا اینکه با اوکراین است یا اینکه با کجای هست، اینجا مسئله مهم این است که باید یک میانجیگرهایی به انصاف که در قرآن اونها را مصلح میگوید، وقتی دو طرف اگر جنگ و نزاع کردن باید اونها را باید که به صلح آورده شود، دعوت کردن نشود که باز در برابر اونها باز هر کسی که اشتراک نمیکند اون کافر می شود، از جنت محروم می شود یا دوزخ می رود. این یک گپی بیهوده است که اسلام، سنت پیغمبر، منابع اسلامی به اینها هیچ علاقه ندارند. اینها تنها به خاطر نمیدونم کدام بر اساس کدام منفعت است، بر اساس کدام نظر است، این نمیدونیم. با وجود که من اقرار میکنم که اسلام مسئله دفاع، مسئله حمایت، مسئله آبرو، مسئله از سرزمین، از دین، از ناموس وقتی تجاوز میشود این را یک امر مقدس میدوند، اما این کار در اینجا هیچ یک قداست نمیبینیم که بگیم که این فتوا یگان اصالت دارد یا اینکه به مرجعهای اصلی اسلام یا که دین و اینها نزدیک هستند. این از خلاصه آن چیزی که من حالا گفتم. بنابر همین خب از هموطنان عزیزمان باز هم تاکید میکنم، باز هم این مشکلاتی که اومده است گفتیم که عاملش دیگر چیز است، باید خیلی هم احتیاط کنند در اشتراک کردن در چنین نزاع‌ها، در چنین جنجال‌ها. حالا ما سری فتوای این که در اونجا میروند اونها به مجبوری برده میشوند یا اینکه اونها با خواست خودشون میروند یا کسایی هستن که میروند برای منفعت دنیایی، برای پول و زندگی و برای اینها میروند. حالا وقتی که کشته میشوند چی میشوند؟ اگر یک جنگی مقدس باشد در اونجا اسلام برای او شهادت میگوید، کسانی که پیروز میشوند برای اونها غازی میگوید، مرتبه ها جدا کرده میشود. اما این کسانی که اشتراک میکنن چی میشوند؟ اینجا مشکلات اینجا میآید قرار میگیرد که اینها مثلا که خب اگر مجبور هستن حکم او دیگر است، اگر با خواست خود رفته ایستادن حکم او دیگر است، اگر با فتوا و احساسات او را در حرکت درآوردن اونها همچون جهاد میروند حکم او دیگر میشود. خب اینها را همش خب پونکت های علاهیده هستند که درباره اینها اندیشیده شود. تنها من برای کسانی که مجبوراً برده میشوند از مرجع صحیح اسلامی میگویم که اونها یک مرگ عادی میشوند، یک مردن عادی که انسان با کسلی میبرد همون خیلی میشود، هیچ مرتبه شهادت یا اینکه او با این کارش یک جنگ مقدس باشد، دفاع از وطن باشد و او شهید شود و درجه برد، نه، یک مرگ عادی که انسان در روی جاگش میبرد عمیق میشود. اما کسانی که با شوق میروند، اما کسانی که برای پول و مال میروند و اونها بسیار وزمین از مرگ اونها، اگر که خدای نکرده اونها بروند و اشتراک کنند و یعنی به مرگ با کشته شوند، اونها را حتی که گفته نمیشود که اونها کار خوبی کردن یا اینکه مرگ عادی کردن، حتی اونها گناهکار هم میشوند. این از نظر قرآن و از نظر سنت و از اون چیزی که صحیح ما بر او هستیم همین است. تشکر زیاد دومولو. تماشاگران گرامی، شما فکری دومولو محمد سعید رضایی رو، کارشناس مسائل دینی رو نسبت به گفته ها ابراز عقیده یا اینکه نمیدونم چی هم گوییم شونه فتوای مفتی کلان روسیه طلعت تاج‌الدین که 22 سپتامبر دیروز در یک چهاربینی کنفرانس بین المللی دینی تمدنی که کدام به همین خیلی نام دارد، نام داشته هم چهاربینیشان تمدنی عمومی بشری گفته بود و در آنجا گفته بود که اگر کسی که دعوت پرزیدنت روسیه رو
مسلمانان دعوت کرد که مسلمانانی که در روسیه هستند، شهروندان روسیه هستند، کسی که دعوت او را گوش نمی‌کند و به صف قوای مسلح همراه نمی‌شود و گویا بر ضد خدا هست و جویش گویا دوزخ می‌باشد. این فکری داملوی ما تاجیک کارشناس مسائل ملی محمد سعید رضایی بود که شما گوش کردید. تشکر زیاد میگم به شما داملو که وقتی خود را جمشید جان همین را علاوه کنم که حالا اون چیزی که طلعت تاج‌الدین گفتن در کنفرانس است، در کجای هست، این خلاصه خب قراری اداره دینی خودی مسلمان های روسیه نیست. این فکر شخصی، این فکری شخصیش است که این گفته است. حالا مفتی کلامی روسیه این تاثیر میرساند. من میگم به یگان انسانی که خود را مسلمان بله حالا متاسفانه برای من کافر نشوم گفتم مجبور میرود در اوکراین جنگ جدال میکند. این متاسفانه چون این است، تاثیرش همین است. بنابر همین گفتم که تشکر از شما که این برنامه رو دارید و از هموطنان عزیزمون من خواهش میکنم که بسیار زیرکی هم دینی را، هم عقیدتی را، هم سیاسی را از دست ندهند. در این گونه مسائل ها بسیار احتیاط بکنن، با هر فتوا و با هر چیز مثلا فرد داده نشوند. بنابر همین برای همین من تاکید کرده ایستادم که حتی مرکزی اداره مسلمان های روسیه هم همون دخونی اپراولینی مسلمان روسیه هم حالا من ندیدم. از وقتی که شما خبر کردید من پرسجو کردم و دیدم اینترنت و دیگر واسطه های معلومات گیری را نیافتم که در اونجا قرار از خود این مرکزی اداره دینی مسلمان های روسیه یگان چیزی باشد در این باره نیافتم. همین را این یک نظر شخصی او است. متاسفانه دیگر به هر کار دست میزنند، دیگر هر چیزی را که یافتن دیگر خیال میکنید که بهشت و دوزخ و همه اینا در دست همونا است و فتوای همونا است و دیگر میتیند. برای همین بسیار باید که زیرک باشیم، با خبر باشیم، با فکر باشیم، با اندیشه باشیم. سلامت باشید. بله تشکر زیاد دومولو برای اشتراک و دوام میتیم برنامه خودمون در همین رابطه باز یک موضوع، یک خبری یک جهت پیوسته به همین، یعنی که تأثیر فکر و ابراز عقیده شخصانی که یگان وزن دارند در جامعه، در تفکر همین شخصیت و تاثیر رسانیده میتونند سخن میکنیم. در اینجا درباره کیریل کابانوف گپ میزنیم. میگه کابانوف بود است. کیریل کابانوف عضو شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه میگوید که برای زادگان آسیای مرکزی که شهروندی روسیه را گرفتند خدمت در ارتش ملی در ارتش روسیه حتمی کرده شود و اگر کسی سرکشی میکند از شهروندی محروم کرده شود، حتی نزدیکان آنها. ببینید البته از جهت قانونی اگر شخص شهروندی فدراسیون روسیه است، خدمت در ارتش ملی آن دولت در روسیه شرط و ضرور است. اگر دولت رو دعوت کند همچون دعوت شونده یا اینکه همچون رزرویست و صف قوای مسلح خود دعوت کند و باید حتما رفته اشتراک کند. ولی وقتی که این کیریل کابانوف عضو شورای حقوق انسان میگوید که کسی سرکشی میکند از شهروندی آزاد کرده می شود یا اینکه از شهروندی حتی نزدیکان آنها محروم کرده می شود، این معنای وای را دارد که چونین شورای حقوق انسان در روسیه عموما کار نمی کند. معلوم است که چه خیلی حقوق انسان رعایت کرده می شود. یگان فرقیت از شورای حقوق انسان یا اینکه از اون مقامات هایی که حفظ حقوق انسان هستند در تاجیکستان در روسیه گویا نبوده است. برای در تمام قانونگذاری ها چه در روسیه چه در تاجیکستان جوابگری انفرادی وجود دارد، یعنی که هر یک کس برای عمل خود شخصا جواب باید میگیرد. شهروند روسیه که تاجیکستانی است، زاده تاجیکستان بوده است
و شهروندی روسیه رو گرفته است. در روسیه اگر جنایت صادر کند طبق همون کدکس جنایتی فدراسیون روسیه باید شخصا خودش برای عمل خودش جوابگو باشد، نه اینکه جزا رو نزدیکان او، زن او، همسر او، پدر و مادر او، فرزندان او گیرند که علی علی از وظیفه کنستیتوسیونی خود رو حمایت نکرد. ببینید در اینجا درباره زادگان آسیای مرکزی میگوید، این رو آدمی میگوید که اعضای شورای حقوق انسان است. این رو البته که با زمان جناب عالیشون ولادیمیر پوتین انتخاب کرده است، تعیین کرده است و دیگر و چنین ابراز عقیده، چنین پیشنهادها یکی از همون سمت‌های دولتی فدراسیون روسیه رو نسبت به زادگان دولت‌های آسیای مرکزی نشون میده. به کدام درجه حرمت، عزت حقوق آنها نگاه داشته میشود، حمایت کرده میشود، نگاه نشان داده میشود. در همین مراجعه کیریل کابانوف میبینیم و ما میبینیم البته که محض یکمین درجه کی رو ارتش روسیه، مقامات روسیه سفربری میکند، کی رو به جنگ با اوکراین روان میکند و کی رو همچون و اصطلاح روسیه هم گیم پوشش نمیاسته، یا اینکه اون آدمی که باید حتما پای پیاده رفته میدان مین را با بدن خود آزاد کند، کی رو حساب میکند. برای همین دوستان گرامی، همشهری های ما، شما این حال پیش از این چند لحظه پیش سخنرانی خلاصه کارشناس مسائل دینی محمد سعید رضایی رو درباره نسبت سخنان همان ورخوان مفتی روسیه شنیدید، تفسیر اون کس رو فهمیدید که رفتن در جنگ تجاوزکارانه این یگان عملی ضد دینی نیست، شریعتی نیست، دیگر و دیگر. در اینجا بینید وقتی که نسبت شما چنین تهدید می شود که شهروند تاجیکستان، سابق شهروند تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، دیگر و دیگری که نباشد شهروند روسیه شد، حتما باید رود در ارتش خدمت کند. اگر سرکشی کند ما جزا میدیم نزدیکان او. ببینید علاقه این عملی غیر قانونی هست، عملی که نه فقط با قانونگذاری خود فدراسیون روسیه جزا باید داده شود، خود همین کیریل کابانوف برای دعوت‌های آشکارا، برای برانگیختن کینه و عداوت ملی، برای روی راست آشکارا نشان دادن برتریت یک نژاد، یک ملت، یک قوم نسبت به دیگرها. ببینید کیریل کابانوف نمیگوید که شهروند زاده مثال نمیدونم ولادیواستوک، زاده های کافکاز، زاده های یگان منطقه های گئوگرافی دیگر قبیل سیبیر، نزدیکی پریبالتیکا، زاده های نزدی ولگا، پریکاسپیا مثال وادی های قزاقستان نه. فقط میگه که آسیای مرکزی اگر زاده هایشون شهروندی روسیه شوند، شهروندی روسیه را داشته باشند و از خدمت در ارتش روسیه سرکشی کنند، از شهروندی بیکار کرده شوند و نزدیکان آنها نیز جزا داده شوند. چرا این سخن را نسبت دیگر قوم ملت ها نمیگوید؟ باید که حتما نسبت کیریل کابانوف یک مراجعت شود، یک واکنش شود از طرف مقامات قدرتی روسیه یا اینکه از طرف مقامات قدرتی همین دولت آسیا مرکزی، تا اینکه از یک جهت هم باشد چنین سخنان پروپاگاندیست رو، سخنانی که تشویق به جنگ میکنن، یعنی که خیلی که با زبان خودمون جلب به چیز میکنن، جلب در جنگ تجاوزکارانه میکنن، باید نسبتش چورک دیده شود. این حال باز یک مهمان دیگر در برنامه ما پیوست شد. پیش از اون که سه موضوع دیگر کوتاه مانده است پیش از سوال و جواب آغاز کردن، میخواستم کارگردان رو خواهش کنم که محمد اقبال رو پیوست کنید، کلانتر شوتر کنید، پوره اکران رو گیرد که من چوه موشم. خوب فعلا صدا صورت خوب است جنفه جان؟
بله السلام علیکم، خوش آمدید. در برنامه مضمون رو میدونید شما، رشته سخن به دست شما. من 1-2 دقیقه نوپدید میکردم. خیلی خوب. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، واقعا هم ما چون برنامه خودمون برنامه‌های پخش مستقیم روزی چهارشنبه یعنی که نشر میگشت، ولی مسئله موبیلیزاسیا دقیقاً از همون روز و بعد از اون بیشتر تشدیدتر گشت در یعنی که روسیه و دقیقاً به عنوانی ما یعنی که خیلی از جوانان تاجیکی که در روسیه قرار دارن خیلی هم با یک وضعیت‌های ناگوار و دشوار یعنی که مراجعت میکنن که وضعیت و حالات ما خیلی مشکل است و ما نمیدونیم چیکار کنیم و ما را به شکل و به گونه‌ای میخواهند که به جنگ اوکراین ارسال کنند و این واقعا یک دهشت است و یک وحشت است و یک خیلی از حالتی بد است که باید تمامی ملت و مردم تاجیک از جمله تا حتی حکومت کشور در این قضیه باید که مورد بازنگری این حالت و این وضعیت را کند که خیلی وضعیتی بده، یعنی که شهروندان کشور را در روسیه خوب گرفتار شدگی هستند شهروندان ما. پس در این قضیه باید که حتما کارهای را انجام دهند، هم سفارت تاجیکستان و هم مقامات دخلدار کشور که این مسئله خیلی مسئله یعنی ناخوب است که نباید به این شکل این ادامه پیدا کند، ولی مقامات کشوری ما باز هم همون خاموشی خودشون را رعایت کنند، هیچ یعنی که چیزی و هیچ گپی در این قضیه نگویند. فکرم که شکلی من اگر من انا خیلیش کنم چطور مشته باشم. بهتر است، بهترین. خیلی منم برارید که اکران سیاهی باید نشد رنگی مردم. من نفهمیدم که برای چی اکران یک طرفش سیاه هست و اون خاطر من چی شدم که یعنی که چرا اکران سیاه شده است، یک طرفش سیاه هست. بازی منم خوش میکنن اکران شما زور میشه. انا سیاهی تو مایده تر شد کم. بله. نه در همین قضیه جمشید جان واقعا هم شما مسائل حقوقی را یعنی که صحبت دارید که این برای مردم و برای مهاجران تاجیک خیلی مهم است. از اون بعضی برنامه‌هایی که فراغتی و نمیدونم چی رو تماشا میکنن، باید هر یک شهروند مهاجر تاجیک حقوق خودش بدونه قبل از اینکه او گرفتار مشکلات میشود. حقوق شخصی و شهروندی هر یک شهروند حقوقش دونستن، این یعنی که دلالت از اون میکند که اون میداند که با او پلیس چگونه رفتار میکند، یعنی که FMS چگونه رفتار میکند یا دیگر مقامات دخلدار به کدام شکل گونه با او یعنی که رفتار میکنند. از این جهت باید که شهروندان کشور خاصتا مهاجرا در قضیه حقوق دانستنی خودشان باید که خیلی یعنی که در این قضیه باید دقت جدی بتیان تا اینکه با این چیزهایی که در روسیه فعلا یعنی که گذشته ایستاده است دیگر یعنی که مواجه نشوند. البته مهاجر بیچاره میگه که من چیکار کنم، من دعوتم کرده ایستن، من باید برم، سفارت تاجیکستان خاموش است و چیزی نمیگه، پیشوی ملت اگر نرم من دیپورت میکنن، 10 سال دیپورت میزنن، دیپورت میکنن. در تاجیکستان 10 تا خرنده دارم، مسافد بابای پیر دارم، یعنی که پدر پیر دارم، بابا دارم، ماما دارم، اوچه دارم، زن دارم، 4-5 فرزند دارم. اینا رو من چخیل بخرونم، من تاجیکستان میرم دیگه وضعیتم بزیب، یعنی که بیچاره گرفتار هزار مشکل است. در تاجیکستان که رفت خوب دیگر برای همه معلوم است که چی وضعیت است، ولی تاجیکستان که رفت لااقل زنده میماند. تاجیکستان که رفت لااقل زنده میماند. اینش مهم است و حتمی است که یعنی گرفتار مصیبت نمیشود که در روسیه گرفتار مصیبت میشود. من با کارگردان های شما یک نوار برای من ارسال کردگیان که در اوکراین تاریخ 28 ماه گذشته و فکرم که 28 برای که 28 میگه، منم یعنی که دقت ندادم که یعنی که با کدام شکل این از کدام 28 یعنی که مثلا گفته ایستاده است، ولی شهروندی دولت ازبکستان و تاجیکستان قپیدن در یک حالت خیلی وزمین موندن. اگر شما فکر داشته باشید که اینا رحم میخرن، یعنی اگر فکر داشته باشید که وقتی که در اوکراین قپیدن و یعنی که رحم با ما میخرن،
پس باور بکنید که هیچ کس با ما و شما رحم نمیخوره. مرحمت اگر شود همین مونیم یک بار دیگر همین هم یک ویزوالی یک آگاه شود برای چیز. بله این من ارسال کردم انشالله بعد میمونیش. ولی من گپ تمام که جمشید جان باید که قبل از این که یک کار انجام بشه، امروز با من از 4 تا سیزای روسی از 4 تا بازداشتگاه کلان از کلان روسیه با اصلاح تماس گرفتن که صداهاشون هست. البته ما نمیخوایم صدای اونها را نشر کنیم چون 27 سال 26 سال 16 سال 12 سال و 9 سال باقی مانده هستند. باقی مانده است، نه اینکه این حکم را گرفتگی هستند، یعنی باقی مانده است. همین قدر سالها برای اینها. برایشون اومدن گفتن که اگر شما برید یعنی که جنگ کنید پس شما سلطنت کم میتونید کرده، در غیر حالت ویزدست کروچی میپوسه میره. تمام دیگه اگه اون کس تا فکر شما نیسته. وضعیت روسیه ای خورد و خروق خیلی شکایت زیاد دارن که مثلا دیگه وضعیت زندان دولت روسیه چون به حالت خیلی وزمین گرفتار است، چون دیگه فعلا با زندانی ها هیچ توجه نشده است. با همون خاطر زندانی ها را وضعیت بودوباشون وزمین تر کردن تا اینکه روزی شوند ببرند دوال ابروان تو بروان جنگ کنن. یعنی که این 4 نفر شهروندان تاجیکستان چقدر زندانی ما در زندان‌های روسیه قرار دارن که با همه حالت‌ها گرفتارن و می‌خواهند که دیگه از همین زندگی مشکلی که در داخل زندان دارن بروان در جنگ کشته هم شوند اونجا، یعنی که کشته شوند. این از بی‌تدبیری دولتی ماست که در قضیه شهروندان کشور خودش اصلا توجه ظاهر نمی‌کند. این یک مسئله FMS و تمام اونونه که میروند با اونها این چیزها داده می‌شود. چند دقیقه قبل از همین برنامه با اصلاح از نزد همون اداره فیمیسی شهر مسکو تماس گرفتن و گفتن همون سخت خرابایی که گویا جا تیار کردن و همایی که حجت سپاری میروند میتوان تشویق میکنن. ولی نه، تماس گرفتن و گفتن که قضیه شهروندیتی بیکار شده است. قضیه کسی که در جنگ اوکراین از زادگان تاجیکستان اشتراک میکند شهروندی یعنی که قرار یعنی که دیگر یعنی که عمل نمیکند، چون که ما در اینجا دیدیم این مسئله خیلی پیچ و تاب‌های زیاد داره، چون افرادی هستند که ما نمیتونیم که چی گپ بشود. با همون خاطر این قضیه را باید که حتما موردی یعنی که توجه خودشون قرار بدهند. و دیگر اینکه افرادی را میبرده بدستند که اونها کاملا دکومنت ندارن، یعنی که وقتی بازداشت میشوند کوبا یعنی که جاهایی که اونجا نگهداری میشوند و از اونجا انتقال مییابند یا دیپورت میشوند با تاجیکستان، باید تاجیکستان یا اینا پریامنیکا، یعنی که با همون جاها وقتی که انتقال میشوند دکومنت کاملا ندارن و اونا باید که با تاجیکستان انتقال شوند. ای تاجیکستان باید خیلی سوارشون و بلیطاشون رو بخره یا دولت برای اینا را پول بده که تو اینا را با تاجیکستان انتقال بده. دولت تاجیکستان ولی به این قضیه بعد میگردیم که با چیکار مشغول است. یعنی اینا دیگر راهی ندارن جز از روان کردن با همون باتالیون سمرتنیک یا شترافنوی باتالیون که در دور سال 41-45 بود، با همون شترافنوی باتالیون ها تنها همون افرادی که همینها یعنی که گرفتاری سپیس پریامنیک ها هستند، همون سپیس پریامنیک ها یعنی که با همین مشکلات مواجه شدگی هستند. با همون خاطر باید شهروندانی کشور در قضیه بدست نافتادن در سپیس پریامنیک ها خیلی دقت جدی بودن که بدون پرسش و بدون یگان نمود خیلی یعنی که گفت و گذار وارد همین چیزا میشوند که یگانه افراد حتی زندانی و مهاجر شهرونددار دو شهروندی دار و اینها همشون یک حقوق دارن، ولی افرادی که دکومنت یا حجت ندارن و در سپیس پریامنیک ها قرار دارن سرنوشت نداشته بودستن. اینها اینا جمشید جان و فیرم خودت اهمیت نداده بوده تو امروزه، یعنی چون مردم مهاجر بیشتر با ما در این قضیه زنگ میزنن و تماس میگیرن که یعنی که وضعیت ما با همین است. سپیس پریامنیک هایی که در روسیه هستند و پر از تاجیک و ازبک هستند، همه اونها شتراف باتالیون های پوتین هستند که اونها را روان میکند برای جنگ با اوکراین، که اینها اصلا سرنوشت ندارن، حجت ندارن، دکومنت ندارن، نه وزرشینی نرودینو دارن، نه وزرشینی با جنت دارن، نه وزرشینی با پیشوارا دارن. فقط اینها یگانه راهشون رفتن به سوی جنگ و هر چیزی که اونها را میکنن و اونها انجام میدن. بدون پول هم میرون، مجبور هم میرون، نام و فامیلی هم نداره،
یگان جا مشخصاتش وجود نداره، همچون سرباز گمنام هم کشته میشن. فهمیده هستی جمشیدشون که چخیل یعنی که این قشر جامعه بله فهمیده هستم. این آدمایی که به صاحبن اگر کوتاه بگیم به صاحب دولت خودشون صاحبشون ندارن، هرچند که در پشت پاسپورتاتون دوستا یک بار آخرون صحیفه رو کشید همجا انمی سه زبان قد نویسه که کسی همی آدم میبینه با همی پاسپورت بدونه که تاجیکستان از پشت همی آدم یک کروش میکنه، یک خور میخواد در پوچش تاجیکستان میاد مجازات شما رو میتیه. همین خیلی در پاسپورت شما نویسه تاجیکی اگر دقت کنید، لیکن این یگان معنی نداره. چه خیلی که یگان معنی و آبرو پاسپورت روسیه نداره. ما دیدیم قوت پاسپورت روسیه که شهروندو فقط شهروندی روسیه داشتن، فقط برای ابراز عقیده ای که برای چی برادر من شما کشتید میبخشید، برای من همین واضح روشن کرده گوید من همین قدر گپ گفتن 18 سالی در تاجیکستان شیشتن با بیکار کردن پاسپورتشون. برای همین دوستان فریفته پاسپورت و چیز دیگر نشید، از همه نغزش یک علم آموزید، صاحب کار شوید، صاحب پول مال شوید، نزدیکاتون رو نگاه کنید. سلامتی بهتر از مرگ است البته. برای همین برگردیم به بازی در خطی تلفنی یک کس با ما همراه شده است. من اگه چی باید زیر کنم بکنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. مرحمت. خوش آمدید در برنامه ما. چی گفتنی داشته باشید ما شما رو گوش میکنیم. پیش از همه به شنوندگان شما و برنامه شمایی که آن کسی که تماشا میکنن پیگیری میکنن با آنها سلامتی خودم و اهل آیلی خودم را میرسونم. بعد گفتنی هم با آن شخصانی که امروز میبراین از مقصد گپا کنیم، شف نکنیم، شفتالو کنیم. بله. از حکومت تاجیکستان دفاع میکنن یا از حکومت روسا با آنها гуфтаням, бахали русский, короткий и четко ясно. Давайте, ребята, будем задуматься о том, что как нам дальше жить, как мы хотим и как мы этого хотим. برای همین تاجیکستان خودمون مرزی بومی وطنی خودمون تجاوز شد از طرف جانبی همسایه ما، یعنی دوست ما، آن شخصانی که من شما دوست حساب میکردیم، برادر، هم ملت، هم فرهنگ، هم خون، هم دین، آن چقدری که فکر میکردیم از نسبت به ها من شما تجاوز شد. یعنی ناگوارانه به یگان آگاهی به خاک من تو روسی گپ زنید دوستان، روسی هم گپ زنید. ما 100% روسی میشم، بعد تاجیکی میشم، بخشش میگید روسی تاجیکی نقد نمیدارم. شرم نداشته کدام کلمه که روسی برآمد روسی گفت، کدام تاجیکی. مقصد دیگه من کی تاجیکای عزیز من، ملت عزیز من ملتم تاجیکای، من تاجیکستان، من خوینم تاجیک است، پدر مادر бабушка дедушка у меня все таджики, я родом из Таджикистана. من همین چیزا میخوام که ملت عزیز من پخته دونا باشد. ملت عزیز من همین خیل دونایی با همین حاضر زمان کردی یکی همین خیل با فرهنگ باشد که دوستش از دشمنش فرق کند. کی دوست کی دشمن یکمشن. دویمشن که آن انسان هایی که من روی من تو با روحی من تو میخندن، دوستی من، برادری من, ты мой враг, ты мой душ, это враг туда-сюда. Это не должно нас касаться какие-то там чувства. Мы должны за это задуматься, кто наш враг, кто наш этот дуст. Друг. Мо боят, Фахмо.
درست شما خواهد کردید. ما باید دانیم که دوست است که دشمن، ولی برای همین چی در کار است؟ برای همین سواد در کار است، امکانیت جرأت تحلیل کردن است، معین کردن خطاگی ها و یافتن راه اصلاح آن است. امام علی رحمان این بای یعنی это наша конечно тут یعنی این называть همون انسان ها کوشش میکنن که تاجیکستان ما گیریم این لولا. نه، شما باید امروز یک جا شوید، شما با اونها زنگ زنید، گویید که ما امروز یک تن، یک ملت و یک جان هستیم. ما امروز دوست و دشمن نیستیم، ما امروز یک جان هستیم. باید که ما همکاری کنیم. آن چیزی که شما نمیفهمید ما با شما فهمونیم، آن چیزی که ما نمیفهمید شما با ما فهمونید. ما میگه پر رحمانوف نمیفهمه اگر من سخن میرونم، دوست عزیز گوش کنید دوامی گپ ما رو. بله شما سخنهای خوب گفتید، اون چیزی که گفتید که تکلیف کنید، گپ زنید با حکومت، ما ده ها مراتب این کارو کردیم. ما از اول، من از نام خودم می نویسم، از نام دوستان می نویسم، حتی خیلی من گفتم که جمشید دیاروف رو یگون کس گوش نمیکنه دقت نبودم. وقتی که ما تشکیلات حقوقی تشکیل کردیم و تمام همون قاعده و قانون هایش با مهر و پیچت و شتامپ و همه چیزهای دولتی است، ثبت نام شدگی هست، این کوچکی نیست. تشکیلات حقوقی همین هم تشکیلات حقوقی با پروکراتور گنرالی و دستگاه اپارات پرزیدنت نامه می نویسد، یگان کس جواب نمیدهد. ما با آنها هزارها بار گفتیم، امکانیت ها رو دادیم، تکلیف ها کردیم، ولی اون طرف عموما نمیخواهد فهمد. عموما ببینید در همین قضیه بحث و جنگ بین تاجیکستان و قرقیزستان چند پست کرده، عموما ما نگفتیم که کی گناهگار نیست. مثلا گفتیم که برادران نقض نیست، جنگ نقض نیست، با ما نویسن که شما خائن هستید، شما طرف قرقیز رو گرفتید. اما گفتیم اونا گفتیم که همینجا نام قرقیز هم نگرفتیم، برادران جنگ نقض نیست. چهار کلمه گفت اینجا، یگان نه تاجیک بود نه قرقیز، هیچ چیز. من این طرف آدمانی هستن که نمیخواهم فهمیدن. یکمش همینه که با منطق آشنا نیستن. با منطق اگر آشنا میبودن میفهمیدن. تشکر زیاد دوستان. و خب جمشید جان، من چند نقطه دیگر را اضافه میکنم و از یعنی که خدمت شما خارج میشم، چون بعضی کارهای یعنی که مهمی دیگر دارم باید اونا رو انجام بدیم. من در مورد این مسئله هایی که در روسیه گذشته است از مسائل دینی کاملا باید تمامی مردم تاجیک بفهمند و فریفته فتواهای چند همین عقیده شما، فکر شما، شخصی شما درباره همین طبقات تاجدین کاملا یک چیزی، من قدر درست خطبه درست نمیگم، کاملا یک چیزی باطل، دروغ و غلط و اصلا هیچ ارتباطی نه به دین، نه به اسلام، نه به قرآن، نه به الله، به هیچی نداره. این صرف یک فتوای سیاسی است و اصلا هیچ چیز ارتباط نداره. روسیه یک دولت متجاوز، تجاوز کننده در خاک یک کشور با نام دولت آزاد و یعنی که یک دولت آزاد به نام اوکراین است و کمک کردن با همین آیتی که الله سبحانه و تعالی میگه، یعنی که تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کمک کنید با بر تقوا و با اسم و عدوان کمک نکنید و با بر تقوا کمک کنید، با اسم با گناه و دشمنی هیچ وقت یک مسلمان حقوقی کمک کردن نداره. یگان کس تو میدونی که یک نفر خودت شاهدی که در پولشا اوکراینسا گرفتن آمدن، خودت یک تاجیکی خیلی رفتی کمک کردی چند تاشا، درست یا نه؟ چند مهاجر اوکراینسی که گرفت آمد مسیحی بود، رفتی همچون انسان کمکش کردی، همچون یک انسانی که گرفت آمد. برای چی؟ برای اینکه در نزد مظلوم و در نزد الله، یعنی در نزد خداوند، مظلوم فرقیت نداره که او کی است، دیندار است، بدین است، مسلمان است، بدین است، همه برابر است، چون انسان است. باید انسان یک چیزی انسانیت خودش انجام بده در نزد هر یک انسانی که ببینه او در حالت مزمین قرار داره. ولی فعلا همین 10 تا آیت از قرآن، یعنی که چقدر دلایل موثق و براش میتونیم بگیم که کاملا مخالف فرموده شرع و الله هست که
کمک کردن یک دولت متجاوز به خاک یک دولت دیگر جانبداری کردن با مسلمان بگوی که تو برا اونجا بکش یا تو برا بزن، اگر نرای نکشی تو کافر میبری یا تو اسلام خارج میشه. با کدام عقل، با کدام دلیل، با کدام دین این گپ میگه که یعنی که اگر تو نرای از جانب دولت روسیه در اوکراین جنگ نکنی اگر تا اسلام خارج میشه. او طلعت تاجدی خودش با همین گپ گفتگیش عجیب است که با تمام مسلمانای دنیا مراجعت کرده همین گپ میگه. و تمام او را گپ شدنش گوش نمیکنه، ولی بگو مسلمان دنیا جای خودش توکلش به خدا. مهم که این گپ کاملا غلطه. این یگان نمود خیلی یعنی که چیزی وجود نداره در اینجا که شریعت اسلام در این مسئله گفته باشه تو متجاوزه، تو شخصی که اون یعنی که چی است یعنی که مظلوم است، تو برا مظلوم با بزن برا خاک اوکراین را به نزدیکی جفت کنیه روسیه شدگار کنیه ده همون شدگار کنی تو برا اشتراک کن. این یک حماقت است و این یک جهالت است و این کاملا بدور از دین است و اسلام برای از این چنین ملای بزریش و تکریش هر یک شخصی که چنین فتواهایی که به منفعتی یعنی که هر چیزی که فکر میکنه با همون یعنی که صادرش میکنه. بعد مسئله دیگر دقیقاً همون روزهایی که کووید اومده بود با روسیه جنگ و هجوم نوبتی اوکراین روسیه با اوکراین فاز دومی یعنی که جنگ مشکلات مهمی به دولت روسیه را بار آورد که ضربه مهلک به اقتصاد، ضربه مهلک به همه ساحه‌های دولت روسیه میشود. ایرپورت‌ها، وокزال‌ها، تمام جاها. حاضر میدونی که یک بلیت سمالیات از مسکو با دبی چند سوم شده جمشید جان؟ 1 میلیون 20,000 روسیسکی 1 میلیون روبل. باز یک بلیت سمالیات از مسکو تا دبی 1 میلیون روبل. چند دلار میشه؟ 16-17 هزار دلار. یک سمالیات یعنی یک جا از سمالیات یک جا از سمالیات 1 میلیون روبل. یعنی من مشکلات گفته هستم که مردم از روسیه فرار دارن. من دوستمون با من چیز نویسته است که با ترکیه 700,000 روبل. خیانک دبی 1 میلیون روبل. وقتی با من پرسیدم که برای چی 1 میلیون در بلیت سمالیات نشون داده است، میگه اینها برای بلیجایش رسا افرادی که هستن میخوان که برون 1 میلیون امیتی یا تاجیکا یا کسی دیگه که پرواز داره او را ایرس سینیمت میکنن ترا در جای او سوار میکنن میره. فهمیده است چی گپ رفته است؟ تاجیک، قرغز، ازبک که میخوان دبی پرواز کنن برون و دولتاشون رفتن مشکل ای برای اونها را سینیمت میکنن از رس تو یکی 1 میلیون دادگی ترا سوار میکنن میره. اگر لازم باشه افرادی که پیشکی بلیط خریدگان ابیچ باید پرواز کنن اونها را از رس سینیمت میکنن تا 1 میلیون دادگی را سوار میکنن میره. یعنی فرار از روسیه دوام داره. ولی دولت روسیه از 18 سالگی تا 55 تا 60 برآمدن منع کردگی است. یعنی همین چیزی که دولت اوکراین برای برآمدن شهرونداش از دولت خودش منع کرده بود برای قوای جنگی در دولت داخلی دولت باقی بمونه جوانا، یعنی که دولت روسیه هم همین از کشورش کو کرد، یعنی که منع کرده است تا اینکه از دولت روسیه افرادی که از 18 ساله اوش دقیق دیاد ندارم، ولی گفت دقیق دیاد ندارم چون همون متخصصی که صحبت کرد از اون طرف با من همین یعنی که منع کردگی است، یعنی که زپرت موندگی برای برآمدن از روسیه. یعنی اینا همش خیلی. ولی من با یک نوار دیگه با همون کورمانداتون روان میکنم. وضعیت تاجیکا از کازان با قزاقستان در اومدن. اگه من نمیدونم که کازان با قزاقستان گرانیتسا داره نداره ایشا خودر یعنی که نمیدونم، ولی تاجیکایی که در گرانیتسا یعنی که یا مهاجرایی که در کازان هستن مقصد اونها وضعیتشون همین خیلی بزه که دولت قزاقستان در اومدن نمونده است تاجیکا را نه روسا را. قزاقستان یک طرفه گرانیتساش کاملا بسته است. این مسئله را باید دقت جدی بتین. مسئله دیگر روس‌ها حاضر به تاجیکستان رفته هستند برای گرفتن ویدنژیتلستوا. فهمیدید؟ یعنی که روس‌ها از وطنشون گریخته رفته هستند به تاجیکستان برای گرفتن ویدنژیتلستوا، یعنی که اقامت دائمی در تاجیکستان و شدن شرکت‌ها یا اینکه برای گرفتن کارت
یعنی که کارتای بانکی تو اینکه همچون شهروند تاجیکستان کارتاش کوکنه که اون بیچاره نمیفهمه که بانکای تاجیکستان با پلوش نمیدزن کارتاش نام پرابلمشون میکنن ایو دامو پلوشونا نمیدونم که خدیگه ما هیچ گفتنشون نیست ولی میگیم که کسی با مانند همین طبقات توجیدی هم خیلی توصیه داده گردن کدام به سواد کدام دوزخ رفتنی شما آزی همون ویدیو را ما تیار کردیم که یکی ارسال کرده همون آزی میمونیم کنی بینیم چیش ما مده ارسال کرده مرحمت دوستی گرومی Откуда? Узбекистан, блядь. Держит там? Да. Да хуя вас тут? Сколько человек с Узбекистана приехало, блядь? Вдвоем. Москва была, отправили туда. С Москвы? Да, без документов было, работали, стройка сюда отправил. Я понял. В машине сколько было? Машина 5 человек. Кто старший? Старшее имя, не знаю. Звание какое? Позывной? Подо мной Как старшего звали? техник, по-моему. Техник? По-моему, да. Где вы ночевали эту ночь? Точно не знаю, где. Да хуя вас там еще? Нет, 5 человек был. 5 человек, техника была с вами? Да. Что за техника? А, машина, говоришь? Которая вот эта машина был, больше ничего не было. Семья есть? Мама, отец нет. Я должен был брать сюда, отправил меня. Я без документов 5 лет работал. Понятно. Да не ревите, блядь. Я никому не нравился. А? Да они только-только, походу. Я хотел сюда приехать. Не хотел, да? Он твоего кента, блядь. Отправил сюда. Заключенные, что ли, что тебя отправили сюда? Без документов был я. Посмотри, ты спрашивал. 5 лет без документов работали. Уже форму, блядь. دیدید دوستان گرامی اگر شما دقت کنید این آدم از سمرقند بوده است و وقتی میگن که برای چی اومدی چی خیر اومدی میگن که отправили без документов и стройка отправили گفته است من گپش دست کانال نوشتم که چی گفت دیدید این اول پیش از همین موبیلیزاسیون ولادیمیر پوتین علیه روان کردن و عاقبت همین است عاقبت آدمی که میخواهد رود در یک جنگ اشتراک کند با فریفته اون که گویا اون مبلغ میگیرم با فریفته اون که دقت کنید با فریب اون که در قانونگذاری ما علاوه و تغییرات در آوردیم و کسی که رود در ارم روسیه 1 سال این دخل دارد البته با شهروندان تاجیکستان با اون اشخاصی که شهروند روسیه نیست رفته 1 سال در ارتش روسیه خدمت کرد و طرز ساده کرده شده برای برای آسان ما پاسپورتی روسیه میدیم چقدر دارد پاسپورتی روسیه شما همتون میدونید چی حال دارن مردم روسیه علاقه میدونید دیده ایستاده و باور کنید خاکی اوکراین و دیگر دولت‌ها شما را یگان خیلی انتظار هم نیست و فقط مرگ انتظار است معیوبی دیگر و دیگر در ویدیو دیدید که همین آدم گریه میکند زوره کرده ایستاده است و اگر دقت کنید دورتر یک ماشین میسوخت من فکر میکنم که همین ماشینی که باز در درونش یک یا دو کسی نیست هست برای همین فریفته نشوید شهروند روسیه حتما باید رود خیر راهی گریزش هم هست شهروندان دو شهروندگی کسی باشد هرچی تیزتر روسیه رو ترک کنند به تاجیکستان یا دیگر دولت روند و شهروندان تاجیکستان فریفته نشوید بهتر و خوبتر در آزادی و در چیز باشد سلامت خب جمشید جان قضیه دیگر را که میخوام اشاره کنم بلیت تاجیکستان فعلا حدود $2,500 شده است این شما میدونید یعنی که 100,000 چه میدونید یعنی $2,500 یک آدم از ای مسکو بخواه که تاجیکستان بروه $2,500 باید بتیه بروه شما بلیتایی که نوشتگین در اونجا اونا را اهمیت ندید
اکنون دقت بتیه به خدمت پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمانوف و خصوصا سامالوت رو کرده است. ها سامالوت روان کرده است با مسکو برای شهروندان آوردن. سامالیات روان کرد که $2,000 بتیده تاجیکستان تو بیارم. همون سامالیاتی که با سهمیه تاجیکا خودشون خریدگی شای حسن خسر بچهش انا همون سامالیات را روان کرده است از بجای اینکه شهروند در حالت وزمین قرار داره باید که اونها بروند هم اورال ایرلاینز و شرکت روسیه را گفتگن که شما خودتون هم قیمت بلند کنید و این چنین شرکت های سامان ایری تاجیکی هم قیمت 15 برابر پیش یعنی که همین حالت موبیلیزاسیون قیمت کرده گه انا این خدمت پیشوای ملت خسر بچهای پیشوای معظم ملت دادر عزیز ما انا این خدماتو میکنن دستکاتون پیشی بر بگیره پیشوای ملت گفته کشتن بگیره اینا این چیزای هستن که غیر فکت شما را اکن محمد اقبال این یک حالت که یک شرایط زور برای تیز بوی شدن است برای چی کروپسیونر همین را استفاده نبرد و همچنین من فهمیدم ولی آخر در یعنی که مصیبت مردم یا بار کردی همین لعنت هم عزیز ما و هم تمام اولاد مردگی گرفت او با دویم برده همه وضعیت اومدن با همه پرابلم را بالای سر مهاجر بشورا آوردن همین اویا یک چیز مایلش همون را یعنی که اورال ایرلاین است وقتی که ما تماس گرفتیم با ما گفتن که ما نمیخواستیم که این چیزا به دولت مشترک منافع کنیم توشکان یکم ترک قیمت بالا کرد از اون چیزی که فعلا مقرر بود ولی ما یگان که تغییرات نداروردیم سامان ایر برای ما را گفتن که ما میخوایم قیمت بالا بریم وی تاج کراچی قیمتاتون بالا بره که ما شما را نمیتونیم دیگه قبول کرده در تاجیکستان میگه برای ما میگه کورا چی میفورد چشم بینو قیمت بالا کردن خلاص دیگه سومنر اومد قیمت خود چک گذاشته است $2,500 مرحمت اینا ببینه این خدمت از بود نوار دیگری که روان کردن بگذارنش ببین وضعیت مهاجر تاجیک که میخواد بگذره قزاقستان با چه مصیبت‌ها گرفتاره در گرانیتسا 16 ساعت چیزی استودگی گریه داره نمیتونه گذاشته نمیموننش بگذاره مرحمت مونی اینی گرانیتسای سال ایله ای قزاقستان رفت ای راسته قزاقستان دینا بچه دو اومدن دادن یک ساعت این اومدن داد ای اصول اسلام باشون کارسون دینا این جای بچه استاد دارن استشهاد انا ویول نمیتونن که برای نایسته یک ساعت دو ساعت سوال جازش باروری سرزرد و آرلاش خودکورم هستن بارور خزورم هستن نمی‌دونم که بدرای نمی‌دونم اسلام آباد درنان نمی‌دونم ابران اونجا قزاقستان بدرای اینا میخه یا تکست هم روان کردگیم همون تکست هم ببین چگونه طرز دادگین شهروند داره با تلفن مردم چی چیز میروه یک تکست روان کردگیم همون تکست صدا نیست که همشه جان تکست روان کردگیم من کارگردان را گفتم گرفته باشه مرحمت نشون خب انا اکید ببینه این برای حالت مهاجران بود که جمشید جان دقیقاً برای حالت موبیلیزاسیون برای فهموندن برای وضعیت شما را یعنی که تو این که بدونه تو فریب یا گول نخری جمشید جان چند تا حالت بیان کردن حالت‌های شهروندی داشتگی حالت دشهروندی داشتگی حالت مهاجری کوری که با پاتنت کار کرده است خب حالت دوملو محمد سعید یعنی که گفت و ما هم با شرحش دادیم گفتیمش و حالتی اونونه که در سپسپریومنیکا قرار دارن به سرنوشتن لوبوی پاتوم دا میزنن رایشون کردستن باید که ایزد امان باشه که سپسپریومنیک بروانه که نداره روزی دیگر باید افراد باشه کرامت شریف که سپسپریومنیکا بروان نداره سفیر تاجیکستان در روسیه یا شخصی که دیسرنتی یا دزد یا شخصی که با فروختن پول زمین مردم میلیاردها دلار کار کرد و یا آدمی بس سواد سفیرتون کارش سلفی کردن در روسیه گشتن اصلا در فکری یگان مهاجر تاجیک نیسته بلیت مهاجر بلیت سومون ای $2,500 ای روسیه با تاجیکستان وضعیت بیزه با یک حالت متشنج آوردگی قرار گرفته که وزورشین نرودینی را 12,000 روبل کرده سفارت تاجیکستان کنسولگری میدونی جمشید جون نه نمیدونستم اما شما بیشتر 12,000 روبل برای گرفتن وزورشین نرودینو که افراد از سپسپریومنیکا نقلتن 12,000 یعنی که روبلش کرده است برای چی برای اینکه
یعنی که اگر بخوای که بگیری و از رشای نراد اینو دقیق پیسپریونینگ نخری و راست اوکراین ادرای نکنه 12000 روبل بیور بده. این وضعیت مهاجر تاجیک پیشوا تماما گفت دیگه اگر بهش نبراماده زده بعدی جنگ دیگه نمیدونیم این دولت کی باید اداره کنه کی در فکر پیشروی کی در فکر مهاجری 3 میلیون تاجیک باشه. با همون خاطر وضعیت خیلی بزیبای باید مردم دقت جدی بودن خاصتا مهاجر تاجیک نانآور این ملت های. من برای چی مهاجرا را دلم همیشه یعنی که کشان همین مردم مظلوم همیشه تماس میگیرن دردا و مصیبتاشون برای ما میگن برای اینکه آسیب پذیرترین قشر انا همین مهاجرای کاری هستند که با وضعیت‌های بزرگ قرار دارن. صدها برادر خواهر زنگ میزنن از وضعیت بعدشون گپ میزنن. نمیدونیم دیگه ما هم برای اونها چی بگیم. همین قدر در اخیر میگم که از اوکراین رفتن کشته شدن وطن بگردیم بریم آسان‌ترای در وطن باید ما در وطنمون باشیم. رحمانوف دیگه 3 میلیون آدم از زندان کردن نمیتونه. ما باید وطنمون بگردیم بریم قضیه وطنمون باید تینج کنیم دیگه در تاجیک نه در روسیه به قدر میشه نه در قزاقستانش نه در قرقیزستانش نه در خارجش در یک اونجاش مشکلات پیدا نمیکنه در حالتی که مشکلاتی مریته در تاجیکستان یعنی که حل شده باشه. خب در اخیر جمشید جان و تمام بینندهایی که ما را تماشا دارن یعنی که گفتنی هستم که با کانال برادر یعنی که جمشید جان که با نام کانال یا مؤسسه بزرگمهر یاروف است پادپیست سکنن و هر روزهای جمعه که صحبت‌های حقوقی دارن ان شاء الله که وارد شود تا از یعنی که آنچه حقوق‌های شما هست برای شما حقوقاتون را دانستن بیشتر آگاه گردید بیشتر یعنی که شما بفهمید و ان شاء الله ما هم کوشش میکنیم با برادر جمشید در مسائل مهاجرت همکاری کنیم تا اون معلومات‌هایی که با ما میرسد تا اون چیزایی را که با ما یعنی که میرسن ان شاء الله که اونها را در برنامه‌های حقوقی که مربوط به مهاجرین دارن یا که مربوط به حوادث اخیر در اوکراین یا که در روسیه میگذرد تو در این قضیه چیزی اگر ان شاء الله به دست ما برسد معلومات بیشتری داشته باشیم حتما در اختیارشون قرار میگیریم و در خدمت شما عزیزان هستیم ان شاء الله. سلامت باشید. زیاد رحمت کلام که اشتراک کردید برنامه ما رو آباد کردید ما همه روزه شما رو انتظار میشیم یک روز هم طرفای ما توپ خورده بیایید. یک نفر در تماس بود ولی برآمد و در چیزی ما چیزی داشتش نکنم با قسم سوال ها ما میگذاریم حتما با قسم سوال ها میگذاریم اینجا سوال خطی علاقه اومدگی است و میگفتم که یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که در حقیقت وقتی که همین کابانوف در طلقات خود شایگو پرزیدنت روسیه مراجعت کردن که موبیلیزاسیون میگذاریم یکی از تهدید کرد که کابانوفش تهدید کرد که اگر شهروندان به خدمت حربی نروند ما از شهروندی خودشان رو مجازات رو به نزدیکان آنها میتیم اونها رو هم جریمه و زندانی میکنیم و شهروندی رو از فرزندان و زن و کودکشان میگیریم. دیگری گفت که اگر کسی که گپی پوتین رو گوش نکند و جنگ نرود جنگی به یگان اساس جنگی تجاوزکارانه به اوکراین گیاه نرود اون کافر ثابت میشود. البته آنها فقط درباره موبیلیزاسیون گپ میزنند لیکن ما میدونیم که این موبیلیزاسیون برای چی است؟ برای ایصال کردن شما به جنگ. نواری که محمد اقبال و ما روان کرد ما دیدیم که یکی از اسیرانی که از طرف روسیه در جنگ اوکراین اشتراک میکند سمرقند زاده قدس مرکزی میگوید که من به حجت در ساختمان کار میکردم مرا گرفتار اینجا آوردن. یعنی که دوستان عزیز شهروندان تاجیکستان از همه خوب که جریمه شوید از به حجت بودن و دیپورت شوید به تاجیکستان نسبت به آنی که به جنگ روید و در آنجا هلاک شوید یا که معیوب شوید. امکانیت حالا خیلی هم وسیع و بسیار برای مقامات و شخصان کروپسیونر در تمام قلمرو روسیه و تاجیکستان است البته که پیدا شده است و از این شرایط اونها استفاده میکنند. البته شما رو با هر گونه بهانه پلیس و دیگر
نماینده حکومت و کارگران بلندپایه یا پستپایه چخیلی نموشن در روسیه بازداشت میکنند. این حجتت نیست و حجتت نیست، خواهی که جریمه نشوی، خواهی که زندان نشوی، همین حجت رو امضا کن و اختیارا رو به جنگ میگن، شما رو جلب میکنند. این کارو نکنید. هیچ وقت باور نکنید که شهروندی روسیه حقوق و آزادی های شما رو مستحکم میکند یا شما یک شهروند میشوید که شرط و شرایط زندگی شما بهتر میشود و دیگر و دیگر. چی باها چی وزن دارد پاسپورت روسیه علاقه همه میبینید. ببینید باز روسیه در زیر تاثیر سانکسیون هست، خیلی مشکل هست در روسیه. روسیه در تمام جهان همچون یک دولت احچکن، یک دولت تروریستی هم گویم قبول چنین هم شده است. برای همین گفتنی هستم که یک بار دیگر آمدنی هستم با سخنرانی های کیریل کابانوف برآمد چیز هستنیم که عضو شورای حقوق انسان گفته بود که اگر زادگان آسیای مرکزی که شهروندی روسیه رو گرفتن خدمت به ارتش روسیه نروند، بغیر از جزا اونها رو از شهروندی محروم میکنیم و حتی نزدیکان اونها رو ما مجازات میتیم، اونها رو نیز از جزا از شهروندی محروم میکنیم. درباره جهت حقوقیش من گفتم و علاوه کردنی هستم که برای چی علاوه کردنی بودم که یک دقیقه کردن علاوه کردن که برای چه همین کیریل کابانوف عضو شورای حقوق انسان در روسیه همین گپ رو میگه و میگه من این سخنها رو و این تکلیف رو با پرزیدنت در جواب مراجعت مقامات ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و شهروندان خودش گفتم که چرا تو تاجیکستان ها ما در نظر داریم محمد تاجیکستانی ها که گویا چرا تو مقامات تاجیکستان خیرات مقامات تاجیکستان اقلا هم چیزی میگفت است، نه چیزی عجیبی ولی درست چیزی گفت است. برای چی تو مقامات تاجیکستان و شهروندان خودت و شهروندان روسیه نه و تاجیکان و تاجیکستانیان روسیه پاسپورت روسیه داشتگی نه و شهروندانی که با شخصانی که دو شهروندیان و نه، تو چرا با شهروندان خودت میگویی که اختیاراً با ارمیه روسیه دعوت نروید و جنگ در چیز نکنید؟ یعنی که تو چرا آگاهی میتی حکومت تاجیکستان، سفارت تاجیکستان، وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با شهروندان خودت که شما جنایت صادر میکنید اگر با ارتش روسیه روید؟ یعنی ببینید کیریل کابانوف حکومت روسیه 100% دستگیری میکنه یکی از جنایت های بین المللی رو، بین المللی، یعنی که وربовка незаконная وربовка в бандитские вооруженные формирования наемники زرخریدی رو پیش برده ایستادن. برای همین دوستان عزیز دقت کنید، نغزش نروید. حاضر ما با قسمتی سوال جواب شروع میکنیم و اول میخواستیم عبدالله رو همراه کنیم و سخنرانی عبدالله رو گوش میکنیم و با قسمت دومی برنامه با اون سوالایی که شما وابسته به همین موضوع موبیلیزاسیون ولادیمیر پوتین میگذاریم. سلام علیکم عبدالله. و علیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله اکا. و علیکم السلام، خوش آمدید. تشکر، زنده باشی اکا. سلام خدمت و تمام مردم تاجیکستان میرسانم. چی گفتن این اکا جان؟ تشکر، سپاس زیاد با شما که مقصد ملت بیدار کردین، فهمونده استین. امروز برام هم هدف سخن گفتنی داشتم اکا، بگم که همین پوتین اخی هم که مسلمان مثال که کشتک در همه دولت و در سوریه هم در مثال جنگ 41-45 همه توجیکای خودمون اکا بردن با بومونا بردن پیشی روسیه جنگ کرد. اون روسیه مقصد که یک بار سپاسیبا نگفته، مردم توجیکا برده در روسیه و جایی که مقصد یک یاردم بکنه که مثلا همین بابوهای هم یا مقصد همین کلانترهای هم یا اومد جنگ 41-45 یاردم کرد همین روسیه را. نبرد با ظلم کسته که ظلم کرد، پته نقیمت کرد، رگستراتیا را این مردم خودمون خیلی ظلم کرد، ظلم بسیاری بد کرد این مسلمان را. انا امروز که مقصد خودش در تنگی اومد
ана бо тарафи мусулмоно гаштистай. Амира ба ами тоҷикои худмон гуфтам ки ака бо ин бародарам муборизам гуфтам ки надавен, сода нашин, нарин гражданӣ нагирен ки мисол ки Путинам хом нестай шуморо биброра бе ичи гражданӣ бута. Ам хел неста ака, мисоли на ин рӯзда маҷбур қабда бурдестайш онҷа. Микрофонтон киштаги ака. Якумш ки ҳам фиребшон ҳамун сахарова дигар ҷо боздоштшон мекунад ки ана биёи паспорт мегирем, тез ҳуҷҷатотона туғрӣ мекунем. Якум дуюмш ки бо метарсона яктаи дигарш мулло мега ки наравед шумо кофир мешавед. Вайш фиреб мекунад, шумо таҳдид мекунад ки агар шумо наравед ма паспорти занитра мисол паспортои кӯдакта мегирем, шумо маҳрум мешавед аз садиқ, маҳрум мешавед аз матерински плата, маҳрум мешавед аз дигар имтиёзот. ҳамаш ба ҳам як роҳ истифода бурда бурданӣ мисол шаҳрвандои худта гирифта бурданги. Бале. Хай шаҳрвандои худаш ака наметавонанд охи. Ҷангам наметавонанд ака, мами чирам, мами ёфтан ҳамин мардуми худмон ака сода дигар пеш тир рӯйшон мекунанд. Бале, мардуме ки як ҳимоятгар надорад дар Русия ки ҳимоят. Мисол бинед бадахшониҳо хестан рафтан барои қазияи Гулбиддин Зиёбекова фаҳмем, пурсем ва ҳуқуқи қонунии конститутсионии ҳар як шаҳрванде ки талаб кунем. Мебахшем мо шуморо интихоб кардагем, шумо аз пули мо зиндагӣ дорем, ту хизматгори мани сафири Эмомалӣ Раҳмонро гӯё мондааст, не ки мебахшед Эмомалӣ Раҳмонро ман мондагиём. Ман мондагиём Эмомалӣ Раҳмонро ки ману Абдулло ҳардумон мондагиём. Ки ту ҳамин давлата идора кун, барое ки мо ҳамакаса 10 миллион наметавонем як бора дурем. Якумш ки ҳам кабинет мо намедурем 10 миллион. Ҳамин ту медуре ту идора кун, мо туро назорат мекунем. Ва мо ҳақ дорем талаб кунем. Мо дар Россия бини айки метавонем талаб кунем. Талаб мекунем, моро мефурӯшанд дар сезои душанбе пайдо мешавем, баъди 2 ҳафта ба 18 сол мон метиҳам. Дар 2 ҳафта. На дар Тоҷикистон дига одаме монда гап зананд, на дар Русия. навш одам бихонанд, ҳамо ҳуқуқоштона бидонед, ҷасур гап занед. Намерам тамоман, ман ҳеҷ ҷо намерам. Намефорам. Ман амди Тоҷикистон мерам пиёда мерам Тоҷикистон. ин кадом чиз? Бози ма дар марзи худмонам мушкил ака. 104,513 рубл шидай Москва душанбе рӯзи 23 сентябр соати 15:12 тоба. Билет боз дар марзи худмон мақсад ки проблема ака, мардуми худмонам проблема дорад. Боз шумо дар киҷоем? Боз не ма дар чием, дар Туркияем ака. ма дар Туркияем. ма тақрибан нами моҳи декабр будам иҷаям. ҳам Россияда будам ака. Россияда будам. Дидам намешава хай Россия. Баи Россия мисол ки оянда надорад дига. Хестем иҷа омадем, иншоалло ки бо мерем ака ватан ози дига ки дар ҳар сарзамин, дар ҳар чи дар иҷам мисол проблема дора мардумшам, дар тамоми давлат ҳама ҳар кас ватани худаш ака хонаи худаш. Ватани худмон сахт рафтан дар кораи хона. Дар хона моро гӯш мекунанд ҳамиҷарам мисол морам дар Аврупоем ҳеҷ вақт ватани мо нест. Мо ҳам 100 бор гуфтагим ҳамун шиносову ҷурома ки ватани шумо зӯр аст. Хушрӯҳ аст, зӯр аст, ки ватани мо нест. Ай шумо чӣ хела мегӯянд? Мо мегӯем мо қай мо хубтара. Неки ҳозир камтар беморая, неки хуб аст. Иншоалло соз мешавад. Иншоалло ака ягом золим ба ормон орзуш нарасида, иншоалло ки намерасад. ҳамин дар Тоҷикистони худмонам ҳамин золимам ба орзу ва ормонаш намерасад. ба ҳамин миллати худмон охирон сухан ма мегӯям, ба ҳамин мардуми худмон мегӯям ки аз шумо хоҳиш мекунам сода нашен. мақсад бародаро ки коми моро мешунавен, коми моро мебинен. аз барои Аллоҳ мисол ҳамин паёмона мерасонем бародаро. нарин сода нашин, мақсад ки 41-45 бобоомона зан киштан, ҳеҷ ками надор нашид. бо рафтин ҳамин Россия бад зад намо
ملا عبدالله شونه علی بیدار شونه مردمی غرب امیر آسیا بد کشتاک مثال فایده نیست اکو دودارو برادرو از برای الله فایده نیست هر کس وطن خودش خونه خودش زنده باشه برگردین امکانات ایستادن نیست شما را تهدید میکنن بردن مجبور میبرن تونه میدوزن تونه ما همین روزا چند قدر خبر یافتیم که از جای کار آدم را گرفته میبردن از جای کار گرفته میبرن ولی فرقش دیگر نیست که تو الکی روس هستی کی هستی آدم نمیرسد کوشش نمیاسه نمیرسد باور کنید هیچ گاه یگان چیزی نمیدونم آهن هم یا چیزی دیگر نمیپوشونن که شما چیز نکنید نه آسیب نبینید یکونش که جنگی که شما میروید شما روحان علاقه باید دادگیه برای که وطنی تو نیست تو نمیدونی برای چی رفتیسی و اوکراینیست وطن خود چه حمایت دارد بله یک تای 100 تای شما بوده برابر میشه بله بعد میبرنشون اکا بخشش میبرنشون این مردم خودمون همینجا مجبور استرویکا میقپن میبرنشون نه مقصد автомат تقابیده میتونن نه تیر پرونده میتونن نه جنگ میتونن میبرن همینجا автомат همیشه صرفای автомат از صرفای جنگ نمیرون همین برادرو همین کانکریت نگاه برادرایی که در مسکو این صدای ما رو میشنوین همین میبرن تون جنگ مجبوری میتونن تون автомат همین حکومت لعنتی روسا را بزنه همین армия روسا را بزنه دیگه نمیبرن تون نه برات تشکر زیاد عبدالله جان در خط ما باز یک نفر دیگر هست که علاقه 3 بار کوشش میکرد نمیشد تشکر زیاد برای زنده باشین الان نگاهتون نکرد مشاهدین گرامی فکرای عبدالله یک از شهروندان تاجیکستان رو شنیدید در این وابسته و چخیلی که میگن آزادی اندیشه آزادی بیان هست و سخنی رو گوش کردیم ما در خط ما باز دیگر آدم هست خوش آمده خودتون رو معرفی میکردید مثال که چخیل با شما مراجعت کنیم و مرحمت سخن از شما السلام علیکم و علیکم السلام جمشید سودی تینجی شکر خب من اسدالله نام دارم در شبکه اشتراکی بسته نونو اسدالله علی خب من درباره همه کی وقتی که میگن شهروندای تاجیکستان گفتن برای خدمت برای جنگ رفتن شهروند تاجیکستان طبق قانونگذاری عمومی تاجیکستان در یگان ششر جنگ خارجی حق اشتراک نداره بله من که اگه قانونگذاری نه که در حالی که شهروند جمهوری یک دولت دیگه میشوند که یک شهروند مثال روسیه که اون دولته اگه شهروند شدی شهروندی را قبول کردی سومش چی باشه خوب باشه ایش پاسپورتش خوب باشه اگه برای پشتش چیکار جنگ کدام بگی بله منم در اول برنامه نمیدونم شما بودین یا نبودین در اول برنامه گفتم که 3 نمود تاجیکستانی ها هستند در روسیه 3 نمود تاجیکستانی که شهروندی روسیه است تاجیکستانی که 2 شهروندی دارد 2 پاسپورت دارد و تاجیکستانی که شهروندی تاجیکستان است یکم از شهروندایی که روسیه گرفتگی هم توقع همونا گفتم که وظیفه تونه برای که این روسیه وطن تونه خدمت کردی نکردی در کارش دل خواه وقت شما را میبرن وظیفه تونه شما باید خدمت کنید شما هیچ چی گفتن نمیتونید نه اگر خواهی بهانه گفتن باید 2 بهانه رو همین گفتم شما یک تیر پرونده پوسته او سه که دیوانه که وقت گو که من خری کریشنا را سجده میکنم دین من دیگه شده گو من یارو خانه میتونم گرفته و خدمتی الټرناتیوی را نه که وقتی که شما شدید شهروندی روسیه مرحمت روید حق آدمی که وطن شروع میگردونه و میره و برای 100-300 هزار روسی در او قدنگده و میکنه گرزنس میگیره یگان دولت یگان آدم به هیچی گرزنس نمیکنه یگان کس او دولت های هستن اون راسته خودش مثال دولتش آدمو خود چون قشق چی با او را پول نمیتایره گرزنس میکنه گودکی را 4-5 هزار 20 هزار ما برای گودک مورد میگیرم اروپا هم یگان مقصد داره
روسیاش هم در کدام دولت روی دنیا هست هم خیلی نوتوریه 100% توغریه. وقتی که شما شهروند دلخواه دولت میشوید و شما فکر میکنید که نمانده یوردان میتن ما خونه میتن آدمایی که گرمانه میروند که اومده خونه میتن مانده جای کار میتن مکتب میتن میبخشه وای در تو 100 میتیا 1000 عایده است کشیده میگیره با واسطه نالوگ میگیره با واسطه مجبور روی کردن مثال میگیریم دانیا روی میکنه اسلندیا رفتیم میزنیم دولت هست در حقیقت دولت رو لازم میکنه چیز دیگه در فکر که سامد خیلی جمشید همین تاجیکستان تا 2015 هم موجود داشت و نداشت مهاجرای مهنتی داشتیم مهاجرای چیز هم داشتیم گوش که برادر بعد گوش که پس چی با که این وقت ما کبیری را فقط در تلویزیون در وقت دیپتات ویبر پرزنتیش نمیدیدیم نگون هولش نمیدیدیم یا نه که اول برآمد به یک آدم برآمد بسیار اول موبایل داکو ما خیلیم همون محمد اقبال صدردین سخن شاید که در 147,000 توجیه دیپارتات همیشه عجب کاری خوب میشه و چی روش هست میکنم و میماری مهاجر میکنم و مهاجر را نگاه کرد آزید روسیه همچون تروریست دید نظر قبول کرد حالی او قدر جوانه که گمراه کردن چی میشه نه سوال خطا نه شما اکو سوال یکم تو همین خیلی بود که برای چی ما کبیری را پیشتر ندیدیم موضوع میبینیم ما همین خیلی که ما نمیتونم گفتم باور کنیم ما را گفتن نمیتونم یکمش که قدرم روبیته ندارم یکمش قطعی این آدم همین رنگ شما میبینم شونه بعد دیگهش که درباره اینو من معلوماتی ندارم برای چی پیش نمیکردن یا کی میکردن سیمش که برنامه ما در قسم حقوقی باید نگاه بزنیم ما با سیاست دخل نداریم دیروز ما دعوت کرده بودیم شما دیروز اگر پریر با فکرم بود ما دعوت کرده بودیم در برنامه من اشتراک کرد ما همه را دعوت میکنیم اگر دیاتون باشه دیروز برنامه محبوسان سیاسی بود درباره محمد روزی اسکندر چقدر ما آدم کفتیم که یک کس از او طرف خیزه یک فکر دیگه گپ زنه که همین دو فکر بستن گفتم ما در فکر زندانیای سیاسی هم کامل که پیش از زندانیای سیاسی شدن اول فکر زندان نکنن که نمی کارتون غیر قانونی زندان میرن انا بینید انا همین حاضی به همین گفتگیتون ما بهانه میتونم که گفتگی شما را اگر اجازت باشه ما نمر شما را زپیس میکنیم و اگر برنامه دیگه میکنیم درباره محبوسان سیاسی مرحمت اشتراک کنیم بابا پیشکی حاضی بیستید برادر من سوال دیدم ما در کدام برنامه هست ما میبرم برنامه نکنم نه فهمو نه که ما شما را پیشکی آگاه میکنیم موضوع را که شما تیاریتون را ببینید نشه حکومت تاجیکستان هم میگن حکومت دیکتاتوری های نه که نه اون مخالفایی که هست چون همچون او در روی دنیا دیکتاتور وجود نداره برای که چی وقتی که یک شهروند عادی نه ما شهروند عادی میبرم خاتمه گپ نمیزنن تکبری میکنن تلفن من خاموش کنن و چه خیل دولت اتش بودن میتونن چه خیل دیکتاتور او ایو در دیکتاتور نیست اینا ساکی فهمو این موضوع این از موضوع ما بیرون ای گپاش ما حاضی میگه برای همین ما شما را همین ایده خوب با شما مدد دادین ما هم آدم نمیافتیم دفعه دیگه ما شما را پیشکی چند روز پیش میگیم که در همین برنامه ما گپ میزنیم همین موضوع انا همون موضوع در موقع خودتون حمایت کنین دوستی عزیز اینترنت از چیتر سخن بکنم یوتیوب کانال یوتیوب تمام انا که بله شید انا خیلی کردن در کار که دو فکر شنیده شود یک طرفه نه بعد نگن که ما دو طرفه چیز میکنیم طرفه با میگم که ما طرفه میگم که بچه‌ای که شهروند تاجیکستان شما اصلا ندارین در یک جنگ خوجه اشتراک دادن بله که شهروندی را گرفته تو 80 ساله برین اکر خدمت کنید شما شهروند همون دولت حساب میشه انا در همینجا ما با قسم دومی
برنامه‌مون با سوال جواب میگذاریم. یکم سوال مثال نو اومدگی هست از نامی یک برادر به نام بیلال نویسه: سلام برادر، من شهروند روسیه هستم. 30 سال من شهروند روسیه 30 سال میباشم. نکی یگونجا خدمت نکردم، من رو هم میبرن. شهروند روسیه که هستید البته که شما رو میبرن. البته اینجا یگون جای شبهه نیست. فرق ندارد که شما ملتتون دیگر است، دینتون دیگر است یا که کس نیست، حتما میبرن. با چقدر که گفتم کیریل کابانوف گفته است که اگر شما سرکشی کنید ممکن است که پگاه یک قانون یا که یگون چیز دیگر برارن که همسر، پسر، برادر و دیگری شما رو از چیز بیکار کنند، شهروندیشون رو بیکار کنند. سوال دیگر چنین هست: چی گونه جوابگری پیش بینی شده است برای اشتراک در جنگ در روسیه؟ البته به فکرم این شهروندی تاجیکستان داده است و درباره شهروندان تاجیکستان در نظر داشته می شود. همین رو من گفتنی هستم که دوستان گرامی در کامنتاریا به همین برنامه سیلکه برآمد ویدیویی ما برنامه ویدیویی خود رو درباره ماده 401 و 401 علاوه یک کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان درباره زرخریدی سیلکه‌شون رو میپرتیم. شما میتونید پرتر در آمده معلومات گیرید. این حال کوتاه میزنم که ماده 401 چیست؟ نامش زرخریدی است. من شدم برای چی جوابگری رو پیش بینی کرده است؟ برای جلب، یعنی که یک کس رو دعوت کردن. من ببینید این حال حوزه حکومتی روسیه در همون نزد مرکزی مهاجران در سخروا یا اینکه به واسطه رسانه ها یا اینکه در تورمه ها دعوت دارن شهروندان تاجیکستان رو، یا اینکه ملیسه هایی که دعوت میکنن که بیا اختیارا همین حجت رو امضا کن با جنگ روسیه رو، بعد تو شهروندی میگیری بعد 1 سال. همین رو جلب میکنن. برای جلب تعلیم، مبلغ گذاری یا اینکه دیگر خیل تأمینات مادی زرخرید. چون که اگر شما که روید شهروند دیگر دولت باشید شما زرخرید ایشون میشید. جزا کوتاهش میگم از 5 تا 12 سال است. اگر همین کیردار و شخصی کند که یگان رتبه دولتی داشته باشد، یگان مقاماتی دولتی در خدمت کرده باشد، در این وقت از 7 تا 15 سال جوابگری جنایتی نسبت او پیش بینی کرده شده است. باز به شما میگم که این ماده 401 معنای آن را دارد که ندارد که فقط شهروندان تاجیکستان رو با این ماده میتوانیم با جوابگری کشیم. البته ما میتوانیم هم خودی همین کیریل کابانوف رو با جوابگری کشیم، هم سرداری همون نهادی که مقامات ساخته است در سخروا، هم همون عادی‌ترین ملیسه و دیگری که مردم رو با جنگ در اوکراین با زرخریدی برای پاداش شده جلب میکنند که تاجیکستانیان شهروندان تاجیکستان در دیگر دولت رفته جنگ کنند و جوابگری کشند با شرطی که او را استرداد کنند و تاجیکستان بیارند. و همچنین اگر زرخرید نیامد در همین زد و خوردهای مسلحانه یا که یگان عملیات جنگی اشتراک کند، نسبت او جوابگری جنایتی با محروم ساختن از آزادی از 12 تا 20 سال جزا داده می شود. در همین ماده ایضاح آورده شده است و میفهمند که زرخرید کیست، نیامنی کیست. زرخرید آدمی را اعتراف میکنند که مخصوص برای با عوض گرفتن پاداش در عملیات های جنگی دولت دیگری که شهروند او نمیباشد اشتراک میکند، در جزء اتمهای قوای مسلح آن آدم شامل است. در اینجا دقت کنید دوستان، تفسیر همین ماده نیز نشان میدهد که برای که شما را با جوابگری با ماده 401 یا 401 علاوه 1 با جوابگری کشند، شرط نیست که شما حتما در دست автомат و با تیرپرانی در میدان زد و خورد و جنگ و غلغله باشید. همین جلب عادی‌ترین شما در یگان قواهای نظامی، چرا که در اول برنامه حتی من گفتم همچون یک فراش، همچون یک آشپز هم باشد در دلخواه منطقه. مثال میگیریم حاضر روسیه با اوکراین جنگ دارد، حتی اگر شما رو گرفته و چوکاتکا برده شما در همونجا خدمت کنید، شهروند تاجیکستان با بستن شرطنامه یا اختیاریتون علاقه شما همچون زرخرید، همچون اشتراکچی غیر قانونی
در همین جزء تام‌های قوای مسلح دولت خارجه گناهگار دانسته شده نسبت شما جاگاهی جنایتی پیش بینی کرده میشود و از 12 تا 20 سال شما این جزا رو میبینید و فکر نکنید که من در همین روسیه خدمت میکنم بعد از اون میبرم با زندگی میکنم بعد 15 سال از همه میبرم میرم. نه، نسبت شما پرونده جستجویی آغاز کرده میشود، شما در جستجو اعلام کرده میشود و وقتی که حکومت هم دیگر شد، پروکورور گنرالی هم دیگر شد، دنیا هم چپه شد، همون پرونده میموند، یک روز نه یک روز شما رو بازداشت میکنه. برای همین احتیاط شوید دوستان عزیز در اشتراک در چنین عملیات ها. سلام علیکم. آواز خوب است؟ یک نفر دیگر نیز پیوست شده است. پیش از اون که با دو سه سوال دیگر جواب کنم میخواستم بخشش که کوتاه‌تر در سخنهای شما را فهمیم در همین مورد. سلام علیکم، خوش آمدید. سلام علیکم رحمت الله برکاته. رحمت که به استودیوتون ما دعوت وقت داده که ما فکر اندیشه خودمون مفاهیم موضوعی امروزتون یک بیان کنیم اگر اجازه بدید. البته. شخصا من ضد این هستم که مردم تاجیکستان در این شب روز با دولت یک دولت دیگر با دولت از طرف روسیه با دولت اوکراین جنگ باید این کار نشود. باید همین وقت تاجیکان ما باید زیرک شوند، باید همین خیلی زیرک شوند که یک کار کنند که اون شخصانی که همین پاسپورت شهروندی روسیه را دارند وقتی که اینجا میروند پرماننتاً اینا را پیش روان میکنند. چه که ما معلومات داریم، چه که ما صحبت میکنیم با مثال مثلا اینا را با مردم تو مثال همین مردم اذیت که پیش روان میکنند بعد اینا از کفا همین که میکنن که پلنز دعوت میکنن. ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که چه با یک برادر تاجیک ما غلط دیده از دستش شهروندی روسیه داره، نگه هر یک گپی گفتگی شده نامی تاجیک گرفته است، نامی تاجیک گرفته است. طرف روسیه دا پلوس میشه که ببینه که روسو نکرده استن تاجیکو جنگ کرده استن. با همین نامی تاجیک سیاه کردن در همین نیونروی ده با همین یک نامی تاجیک سیاه کنن با یک نامی تاجیک تروریست بودن تاجیک باید زخمت بودن. برای همین اگر رفتنیه او چقدر قطعی دانتونه تاجیک نگوان. فکر من همینه تاجیک نگوان میروند و اونجا ما تاجیکیم گفتم بشنم و یک طرف نامی تاجیک سیاه میکنن. ما باید همین وقت زیرک باشیم، نه جنگ کنیم. همین یک لقمه نان میویم وشنه موندگیم، یک لقمه ما طرف سواد باید پیش گیریم. فرزندامون خونیم خودمون برای یک دیرم همون روسیه باید خونم برای یک چطور طرف یعنی یک جای بدی باید خودمون نپرتیم. فکرمون باید خوب باشه، اندیشمون خوب باشه. مراجعت ما به همه شهروندان تاجیکستان نه فقط در همون پاتنت دارن و شهروندانی که در روسیه هستن، بچه‌ای که تاجیکن در بسیارش همین حوزه جایی که پاتنت میتین من زنگ زدم گفتم که جایی که پاتنت میتین در اونجا شخصانی که تاجیکو پس ریدیک هستن اونها در هر یک تشکیل گفتن که هر یک تشکیل 10 نفری باید تاجیک بگیرن. اندیشه کرد اونا را من گفتنی هستم که هر یک همون پولی که شما میگیری اون بچهای تاجیک روان میکنه این حرام پول است. و همین هر یک فریب تاجیکا را نبرن. تاجیکا باید نروند. اون جنگ ما نیست. پیشرفته خودشون فکر کنن. فرزند دارن. فردا ما این روزا را چند بار دیدیم که چند بار پاسپورت روسی را گرفتن 1 سال 10 سال پس میبینی که همش با انالیز کردن. این کار ما در وقتی قزاق‌ها را دیپورت کردن اوناش هم ما دیده بودیم. هر وقت اینا میتونن چیکار کنن. این حکومت روسیه هم آوازم خوب است. الو بله میفهمم. من درست آواز خودم کشتم که من میفهمم. بله این حکومت روسیه هم بالاخره تغییر میاد بعد از سر نو میشود. اون شخصانی که بعد رفتگی که بعد جنگ رفتگی زیر پاسپورت گرفته اونا را انیلوید میکنن. بعد چیکار میکنی؟ این یا بازی سیاسی خودشون التماس هم با شهروندان رفتن در کار نیست. زیرک باشه. با نامی تاجیک سیاه میکنن با همین چه که ما اهمیت دادیم همین کالموکایی که رفتن در اوکراین جنگ کردن همون شخصانی که شهروندان اوکراین را گرفت کالموک همین خیلی چیز بود.
қалмиқ ба тоҷик як бифтирм گرفتن در اینترنت ها که ما اروسا نرفتیم نکشتیم این کلموکو کشتن دیده که اینا را گرفتن و جنگ بردن سیونکشم کردن و گرفتن در یوتیوب کارتن که ما اروسا رفتن جنگ اوکراین در جنگ نکشتیم و اینا کشتن اینا ازدواج کردن همه که میکنن که بون نومی خیچون شیرین کنن و بون نومی مورا سیو کنن همه بچه‌های روسیه دخل ندارم برای که من روس نیستم من تاجیک هستم برای شهروندان خودم گفتم زیرک باشید ولی 100% شما درست گفتین اینجا شما یک فکری دیگر در سر من آورده به همین سخنرانیتون در اینجا نه فقط خطر برای همون آدمی که میره و جنگ میکنه و فرض میکنیم دستش پرید پشت پرید اینجا خطر برای خودی و بروی ملت ما میره که بس مناسبت اوکراینسا دوستان مناسبت اوکراینسا نسبت به مناسبت روسا و تاجیکا بهتره این خیلی نیستن چقدر روسا و خیلی نیستن اگر حاضر ما رویم و در همونجا با اشتراک کنیم میبخشه در پدرتون لعنت میگه شما را از همون چیز بده که ما مثال من شخصا همین شخصا 2 روز پیش وقتی که از کارخانه برآمدم من در وارشاوا در پولش در اینجا تقریبا 2 میلیون پولش آمدگی اوکراینسو حالا که همه گویا روسی گپ میزنن در کوچه خیلی کس خطی و خوردیم در مغازه خطی دوستان باور میکرد برادرم بزرگ مهر یک گپ میگفت سیاست دولت فهموندن اگه در اینجا من دولت مخنگ گرفتم سیاست دولت فهمونده که اون آدمایی که از اون طرف الله اکبر میگن و مسلمان رمضان کدیروفسکی میزنن اینا یکمش که مسلمان نیستن ما را مسلمان طرفدار شما هستیم ما طرفدار ویا نیستیم اب توجیکا گفت اشتراک بکنن خیلی روسشاها گمراها یک تا دو تا کم هست گفتم یک تا دو تا اون پیدا شود نه که بعد این اگر که او هم بچه ما را بخراب بگه که میباشه تو دروغ بگه یک تا دو تا نه اینو باتالیون ساختن که تاجیکسکی باتالیون شهری نرمسو چی میگیم همه خیلی اویسته اوبروی ملتی ما در حتی پاس میشه در همیجه شم بله بله دیدید بسیار میشه نه من میگم که ما باید طرف سعاده گیریم موضوع داشته بسیار پس همین که اینفورماسیونیمون در جنگ اطلاعاتی در برآمد کردن ما را خفکن ترسوندن خب بو همین یک مثل یک قل میکنن یک جلوی کردن جنگ اینا باید اساسا حکومت تاجیکستان اینا باید در پیگیری کنه که اگه روحی بلند کتینی همون روحی که بسیار ها میدونن شهروندای تاجیکستان ما در روسیه کار میکنن از اون طرف نون لیوان برای که در حاضر که ما میدونیم که در تاجیکستان اون درجه جای کار نیست که مثلا همین کنن یکی کوشش کنن که همین وقت ده همین زیرکی کنن یک زیرکی کنن همه کار میشوشیدن همه کار میشوشیدن که من زید این است که همین شهروند تاجیکی ما را یا جمهور یا جرام پیشانش بود نمیشه تروریست میگن در یاد بیاره که در وقت همین 2015 14 بود که بچه‌ها را درو فریب کردن بردن در وقت سوریه همون آدمانی که بودن که حاضر با هوایی بود دعوت کردستیان همین مافیای همین براد میگن که ما کنم شناگرم همین کردی رو ببینم همینا بسیار شرمنده تاجیکا را چون فریب کردن بردن همون طرف پشتن نام تاجیک سیاه کردن در جای میرفتی نام تاجیک تروریستی سیاسی بود کوشش کنیم بیای حاضر همین تاجیک خوب بگو شناخته استیان یگون کسم اگر تعنا کردن نتونسته است گپشون نمیگذارم میگه تاجیک جماعت تروریست نبود مردم خوبه در جای من میرم میستی هم یک شهروند تاجیک خدمت خوب نشون میدم رفتار خوب کردار خوب دستم بر به جای در کدام دولتی داشتم قانوناش احترام میکنم و قانون همو زندگانی میکنم و همچون تاجیک خدمت نشون میدم که ما هم خیلی آدم هستیم ما هم خیلی حرمت عزت هستیم کوشش کنیم که همین ما به هر طرفی بدی و جنگی نرویم کوشش کنیم رای سعاده گیریم آیسته همش میشود همش وقت صحبت داره همین گفت یک وقتینچه اینش هم یک وقتینچه اینش هم یک گذرون وقت تینا میگذرونه سواد پلگام غلبه میکنه بله رحمت برای اشتراک در برنامه فکرهای بنهایت خوب گفتید و حتی یک ایده هم در سر من رسانده تشکر زیاد اکنون با اجازت شما دوام میتیم به جواب دادم به سوال ها و خلاصه تو میکنم و به همین برنامه رو تمام میکنم تشکر زیاد دوستان سوال داره اگر سوال هست نه حاضرش نیست تشکر زیاد
یکی از سوالات دیگر همین است که من شهروند جمهوری تاجیکستان هستم و اگر با جنگ و اگر خدمت به روسیه روم آیا نسبت من جوابگری جنایتی می شود یا که نه؟ البته می شود، برای که نه من در باره همین ماده 401 و 401 ایلوه 1 گفتم خدمت در صف‌های قواهای مسلح دولت دیگری که شما شهروندی اون نیستید این جوابگری جنایتی است. سوال دیگر را من از یوتیوب خوندم، همون کامنتاری که عین حال نوشته شده بودن در همونجا خوندم. در اونجا درباره شخصان نوشته شده است که ونژ و پی ام ژ видно жительство و постоянное место жительства دارن، درباره وی گفته شده است. این معنای وی دارد که شما سوال دادید که یعنی که از اول گوش نکردید برنامه را ولی باز تکرار میکنید. کسی که ونژ و پی ام ژ دارد این معنای وی ندارد که وی شهروندی روسیه است. من در اول گفتم سه کاتگوری شهروندان هست. شهروندانی که شهروندی تاجیکستان دارند، آدمان دو شهروندی و شهروندان روسیه. با داشتن ونژ و پی شما به هر حال شهروندی تاجیکستان حساب میشوید و شما را کسی دعوت نمیتواند کرده به مجبوری دعوت کرده نمیتواند به خدمت در ارتش روسیه، ممکن نیست. ولی اگر خود شما در همین حالت رفته عریضه امضا کنید و اختیارا در قوای مسلح روسیه خدمت کنید، شما همچون شهروند جمهوری تاجیکستان با ماده 401 و 401 یا که 401 ایلوه 1 با جوابگری جنایتی کشیده میشه. اینک سوال دیگر، من دو شهروندی دارم، فدراسیون روسیه و تاجیکستان. اگر ما رو به خدمت دعوت کنند در روسیه، نسبت من جوابگری در تاجیکستان پیشبینی کرده شده است یا نه؟ نه، اگر شما شهروندی روسیه داشته باشید و در روسیه استقامت میکنید، شما وظیفه‌دار هستید که عین حال چی طلبات چی عهده‌داری های وابسته به شهروندی همین دولت دارید یعنی روسیه، شما وظیفه‌دار هستید که اجرا کنید. شما رو دعوت کردن، شما حتما باید روید. البته اگر سبب داشته باشید میتوانید که از خدمت حربی سرکشی کنید. چخیلی که من گفتم عاقبت سرکشی کردن با پیشنهادها ممکن است به جوابگری جنایتی تا 10 سال جزا داده شود یا اینکه با محروم کردن از شهروندی. همچنین امکانیت های هست که نزدیکان شما را نیز از شهروندی محروم کنند. کسی دیگر مکتوب سوال نوشته است که من نیز دو شهروندی دارم، در فدراسیون در جمهوری تاجیکستان خدمت حربی کردم. عین حال من در فدراسیون روسیه زیاده از 3 سال شد کار و فعالیت میکنم. اگر من رو دعوت کنن من میتونم و این بلیت تاجیکی هم رو نشون بدم که من علاقه خدمت کردگی دوم بار من خدمت نمیکنم در دولت دیگر. قسما شما من همین فکر کردم که شما فکر میکنید که شما رو به سروچنی военной служба دعوت دارن، به خدمت حربی مهلتناکی که هم ماه اکتبر و ماه اپریل مای سر می شود. نه، این دعوتی که می شود این موبیلیزاسیون است، یعنی که اون اشخاصی که علاقه خدمت کرده شده است، خدمت کرده است و این بلیت دارد و این اسپیциальность دارد، یکون تکنیکی ملکه تکنیکی حربی دارد، نمیدونم زینیتچیک است و یکون اپراتور است، تانکیست است، مکانیک است، همون آدم رو به نظر دارد. وقتی که شما میگید که من در ارتش تاجیکستان خدمت کردم، من اختصاصا فلانی، با دو دستی ادب شما رو گرفته میبرن و این سبب نمیشود که شما رو به ارتش روسیه دعوت نکنن، حالانکه شما کدام سالی در تاجیکستان خدمت کرده باشید. اگر شما عین حال در تاجیکستان میبودید و دو شهروندی میداشتید، شما در تاجیکستان وظیفه‌دار بودید که سرقانون و قانون‌های تاجیکستان رو حمایت کنید. در اون مورد گپ درباره دیگر چیز میرم. کسی دیگر گفته است که اگر من انتظار نشوم گرفتن دعوتنامه یا اینکه قپیدن از کار و پنهانی گریزم تو روسیه رو ترک کنم، نسبت من چی می شود؟ ولی در اینجا من نفهمیدم که شهروندی کجا هستید شما.
اگر شما شهروندی تاجیکستان باشید نسبت شما یگان چیز نمیشود آزاد میتوانید ترک کنید روسیه رو. ولی که اگر شما شهروندی روسیه باشید و повестка رو گرفته برآمده باشید алакай уклонение отнесения воинской службы или призыва в армию гуфта нисбати шумо метавонад парванда оғоз кунанд. чизе бинам нигу чӣ надида. салом алейкум. инҷа савол нависта биям бахшиш ман надидам, ман дигар чизоро гуфтестам дар худи экран будааст. акаҷон илтимос ҷавоб тиен ҳозир зангум задестан мегӯянд ки биё просто нигоҳ кун бра барои гражданство гирифтан даже тоҷикҳои худмон брам ё не. ҳозир як бор дига бо ман хонам, агар шумо вергул мемондед ман бо пурратар мефаҳмидам. акаҷон илтимос ҷавоб тиен ҳозир зангум задестан нуқта мегӯянд ки биё просто нигоҳ кун бра барои гражданство гирифтан. фаҳмо бахшиш фаҳмо инҷа айби худатон ки бе нуқта бе ҳеҷ чиз не ягон ҷо наравед дӯсти азиз, ягон ҷо наравед. ҳозир биё бин документота, ҳозир биё документота бин чӣ хел неста барои гражданство шумо пеш спорида будед. шумо шубҳанок нашид ки як бора баъди ҳамин укази президент яке дар бораи шумо ба ёд овардана гуфтанд ки биё ҳамин одам мо гражданство диҳем. не дӯсти азиз, наравем, набардорем. Извините, я болею, я не в России, хотя сим-карта у меня российская, да, у меня роуминг, но я не в России, я в Армении, я ҷои дига дагӯед. ҳозир рафтани шумо барои шумо хатар дорад. якумш ки шуморо метавонанд дар ҳамонҷа қапан маҷбур баранд, баъд задним числом оформид мекунандтонам, ё ин ки боз албатта ки беҳимоятгар меравед ку, албатта ки касе нест ки шуморо ҳимоят кунад. шуморо як фиреб мекунанд, метарсонанд. наравед, ин гражданство то ҳамин қадар соло ҳал нашуд, бо интизор мешавад як моҳ ду моҳи дига, ягон проблемаш нест, ягон балош намезанад. наравед. ва як саволи охирон дар ҳамин барномаи мо ҳамин хел аст ки як кас нависааст ки ман намехоҳам хизмат кунам, чӣ кор кунам, чӣ маслиҳат метиҳед? албатта ин касе бояст ки шаҳрванди русия будагист, барое ки агар шаҳрванди тоҷикистон гӯяд ки ман намехоҳам хизмат кунам, ӯро ҳеҷ кас ба ҷавобгарӣ намекашад. ва дар ин маврид боз чӣ гуфтанӣ ҳастам, шаҳрвандони тоҷикистон ки намехоҳед хизмат кардан, намеравед, нияти рафтарам надоред, шумо ҳатман бояд дар тамос бо ягон ташкилоти ҳуқуқии муҳоҷирин ё ин ки бо сафоратхона, хайр намедонам таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки хело ғайриимкону бениҳоят қиин аст бо онҳо пайваст шудану реаксия аз онҳо умуман дер мешавад. вале ба ҳар ҳол рақами телефонҳои чунин мақомотҳоро бояд шумо дошта бошед. вақте ки шуморо як кас маҷбур мекунад, шумо донед ки ба кӣ муроҷиат кунеду кӣ вокуниш зоҳир кунад, дар куҷо шуморо боздошт мекунанд, чӣ талаб мекунанд, чӣ имзо кунед, чӣ таклифҳо мекунанд. ҳадалимкон агар имконият бошад онҳоро дар навор гирифтан дар кор, сурат гирифтан дар кор ки исбот кунед ки нисбати шумо фишор оварда шудааст. ва агар шумо шаҳрванди русия бошеду ё ки ду шаҳрвандӣ дошта бошеду намехоҳед дар ҷанг иштирок кунед, ин ҳуқуқи шумо ҳаст. якумаш ки тибқи қонун дар бораи хизмати алтернативӣ шумо имконияти хизмат накарданро доред бо пешниҳоди оне ки бо пешниҳоди сабабҳои он. якум, ман мисол кӯдакони хурдсол дорам, мисол эътиқоди динии ман намемонад рафтан ҷанг кардан, одам куштан, дигару дигар, ё ин ки дигар роҳ намемонад, пинҳон баромада гурехтан. ин ҷанги таҷовузкорона аст, ҷанги ҷиноятӣ ҳаст нисбати халқи Украина ва бовар кунед ки Россия дар ин ҷанг, ман бовари комил дорам, шармандавор бой медиҳад
و اون کسی که اشتراک میکند هیچ وقت قهرمان نمیشود، چیز نمیشود، ابروی هم نمیگیرد. مقام و مرتبه شهروندان سابق ده حتی شهروندان تاجیکستان رو ما در نزد حکومتداران روسیه دیدیم. چه خیلی مردم 20-25 سال زندگی میکنن، شهروندی دارن، ولی با یک طلب بی معنی، بی اساس و غیر قانونی به دولت سپریده میشن. حتی ببینید کرامت شریف خدا رحمتی به دولت سپریده شده است که یگون بار شهروندی اون دولت نبود. کرامت شریفویچی خدا رحمتی شهروند جمهوری تاجیکستان نبود، شهروند اتفاق شوروی بود. ولی چون این دولت جمهوری تاجیکستان صاحب شهروندی او نبود، ولی او رو گرفتن و تاجیکستان استرداد کردن. ببینید آدمی که ابرو داشت، مرتبه داشت، چقدر سال خدمت کرد. برای همین فریفته یک پاسپورتی روسیه نشوید، برگردید به وطن، وطن رو آباد کنید، کار کنید و از همه بیشتر علم آموزید. دوستان گرامی، با همین تشکر زیاد به همه شما که در برنامه ما اشتراک کردید، با اون برنده ها و مجرمایی که ما گپ زدن و با فکر و عقیده های خود با ما برنامه ما رو کمی آباد کردن تشکر زیاد میگویم. ابونه شدن رو در کانال ما فراموش نکنید. در زیر این نوار یا در دیگر زیر این نوارهای همین کانال یوتیوبی ما شما میتوانید سوال پیشنهادات خود رو نویسید، حتما ما با اونها جواب خواهیم داد. همتون آباد و صحت باشید و هوشیار و دانا و چالاک باشید. تا بازدید دوستان گرامی.